به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. برادران گرامی و خواهران گرامی قدر، امروز من میخواهم که تنها دعوت بکنم مردم که بیای بگیم که سرجم بشین، نه تنها مخالفین بلکه تمام قشر جامعه را میخواهم که هم صحبت بشیم، بریم فکر نظرهای خودمان گفته بتونیم، حق و حقوق خودمان طلب کرده بتونیم. در همین باره ها انشاءالله که خواهیم صحبت کرد. برادران گرامی قدر، ما اگر صدا سیما خوب باشد خواهش میکنیم که کسانی که ما را پیگیری داره بگیم که نوشته بکنین که صدای ما خوب است یا که یگان کم بودی اگر در وقتی برنامه باشه شما میتوانید در کامنت نوشته بکنین که تا ما کم بودی همون اصلاح بکنیم. تشکر زیاد برادران گرامی. خب برادران گرامی قدر، فعال باشه، فکر نظرهاتون نوشته بکنه، بی‌طرف نباشه. کسانی که مهمانی برنامه ما هستن برادران عزیز، بگیم که آبونه شدن فراموش نکنه، لایکاتون رو بگذاره، بگیم که دستگیری بکنین. و علیکم السلام. خب اینک چندین نفرها بگیم که از ناحیه‌های خودمان زنگ زدن، صحبت کردیم. باور کنه امروز یک نفری بگیم که مشهوری قبادیان از دنیا گذشته است. بگیم که بابای پدری زیارتشاه، رئیس تاجیک مطلوبات قبادیان. خب باور بکنید، نگاه بکنید مردم، نفرهایی که در جنازه اشتراک کردن امروز خسر بچه پرزیدنت اونجا اشتراک میکنن. برای چی؟ برای که قطعی اونا بگیم که بگیم دادگریفت دارن. نه تنها دادگریفت دارن، خشتباری هم دارن. خواهرشون به فکرم دادگی هم نادکی، بگیم که خشتبارن. همین خیلی نگاه بکنه که مردم که ما را همه محل در طول تاریخ مردمی همه منطقه، نه تنها تاجیکستان کلان، ما را یک نفر اون ادرنون انتخاب میکنن، بعد شیر سمون بگیم که ما را ظلم میکنن. یاری نگاه بکنه که همین زیارتشو نمیتونه که همون مسجدی بگیم که همون دههای خودش هوی بکنه. 100% میتونه با 5 مسجد دیگه میتونه که بسازه، لیکن نمیکنه. گپش لزوه، در لباجا گپش میگذره، کار میتونه حل کنه. چون نمیکنه؟ برای که اجازت نیست لبای کار بکنه، مسجد باید باز نباشه. که بیاره مردم همون منطقه بگه که در جای شما مثال مسجد باز است، یا که یگان بروی بگیده یگان چی خبرها از درنی تاجیکستان. من همین منطقه ها شهرتوز، قبادیان، بشکن، امروزه ناصری خسرو، من در اینجاها نفرها دارم، میدونم که چه کارها شده است. در همه قشلاقاش دارم بودم، صحبت میکنیم، یگان مشکلی نیست. من منطقه خودمون خوبتر میدونم.
به همین خاطر چی گپا چی کارها میگذره ما میدونیم. من در اینجا رنگ برادر محمد اقبال خیلی برنامه نامه ها از ناحیه ها ندارم که مثال شما را بگیرم در نامه ها از ناحیه ها بگیریم که برنامه تان بکنم. من پروست یک بار میگم میگذرم، آدم میشه آدم نمیشه توکلتان به خدا. بازم بگیم начальник уголовной розыски بگیم امروزه بگیم که یک آدمی که مادرش 30 سال میشوه که در بگیم که دهه ما تا حال دیرکتره، امروز بچه او уголовный розыск بگیم که ظلم زیاد کرده شده. گفتن یک بار گذشت گفته بگذاریم، گفتیم اون مردمی مثل ما که یک تا گفته گذاریم. پروست اکو ظلم نکنی، قانون چخله قانون خطی رفتار بکنی. یگان نفر ای خشته برای من، ای همسینفای من، آدمایی که نمیدونم через یک شناسن، اونو میترسن خطی من صحبت کنن. اونا من خطی فقط آدمای بیگانه صحبت کردگیم. یگان نمودی بگیم دچ من با پدر مادر خودم نمیتونم صحبت کرده، برای که اونا نمیخواهن که اونا در مشکلی بشه. نه که امروزها من مشاهده دارم که شما چیکار میکنه، چه اتهام بکنه یک نفر بگیم که یا که سومشا بکنین یا که بگیم که چه ظلمش بکنه. من چی میگم ده دلاور، اگر نیست مطمئنم 100% گوش کرده شدی. پروست همه چی وقت ساعت داره. ظلم نکنی، مرده گوره، قانون قطعی رفتار بکنی. یگان نفر پروست اتهام نکنه که او با من صحبت میکنه یا که یگان کار میکنه. من ندارم خیلی آدم در ناحیه دهه خودمون، دهه ما همش هم خیلی مرغ برمدگیان. یا تاش نمیبره بگیم که یک چی بگه، بچه های دیگه دهه بگیم من میگن که در دهه شما چی گذشته شده. اینه ما هم چاپلوس شدگیان که باور که لبای کاره کرده شدیان سرشون رو وجود نمیکنن. همه قیماند است که بگیم که یگان کاری دیگه شما بکنن خلاص دیگه مکپونت ساختن، کوچه ها رو اسفالت کردن، نمیدونم ترانسفورماتور میچسبونن، نمیدونم سیم میکشن، لبای کارا میکنن. این کار حکومت یکم باشید نمیگم من این گپا، چند باشید نمیگم مردم این کاری حکومت باید این کارا بکنه. نه که دوران مردمی ما چیکار میکنن. بازم بگیم که درست نفرهایی که دوره ظلم میکنه ملیساها، شما دانسته بگیرین که وقتی که انقلاب میشوه اگیجا سر میشوه. شما این چیزا خوب میدونی، نیاز به گفتن من نیست. به همین خاطر علفاتون رو پس بچرین، کاری خطا نبکنین، مردم ظلم نکنین. وقتی ظلم میکنه کو ولی با چند تا دیگه بزها هسته بگیم رنج روور قطعی میگرده و لکسوس قطعی میگرده تیپ شما یگان گرینیه، شما دانسته بگیری روز ساعتش وقت مینوتش میاد کو شما کو خیلی جواب میتی با دهان تو نه با دیگه جورتون جواب میتی. این تهدید نیست. من میدونم که زیاد نفرها شما دوره ظلم میکنی، نسبت انسان ها دوره تهمت میکنی. باور بکنید این مردمی همین منطقه ها کو ایخ چاپلوس ایخ بز ایخ مرغ نبودن. باور بکنید امروز خطی کسی گپ نمیزنی باور که برادر عزیز همین نمیشود. باور که همین چریز یک بزای به همین خاطر
من دعوت میکنم از همه نفرایی که همین منطقه در زندگی میکنه، برادرای عزیز، به طرف نباشه. بیای رقمای تلفن هست، واتساپ، تلگرام، همه جوندارکای همین اینترنت هست. بیای بپیوندیم، سری راهی این نورا بگیریم. ما میتونیم که یگان کار بکنیم، یگان عمل نشان بدیم که بگیم که مردم باور بکنن که ما اینجا گپ زدیم، پوست اصلا نیستیم، میگیم گپا کارا میکنیم. وقتی ما گپا گفتیم کارا کردیم، اونجا دیگه مردم خودش بگیم قضاوت میکنه، میبینه که کی حقه کی ناحقه، کی میخواه که آرامی آبادی جامعه را کی میخواه و کی نمیخواه. و همین خاطر به طرف نباشه برادرای عزیز، بگیم که لایک هاتون بگذاره، آبونه بشین در برنامه ما. رقم تلفن در بگوش اشتراک است. بگیم که در واتساپ نوشته بکنین، انشالله که صحبت میکنیم. زیاد نفرها دارن بگیم می نویسن، صحبت میکنیم. انشالله که این خیلی خوب است، خیلی انرژی میبخشه برای من که مردم زنگ میزنن، اول پرسی میکنن، نمیدونم میگن چی کارها باید بکنیم، با سویت ها میشوه، با ما سویت میتیم. این همین خیلی است. و همین خاطر ما را من میتونم که همه را با هم بپیوندم. زیاد نفرها هست که میبرند در ما در تماس، یک نفر میخواهند که قطع دیگر نفرها صحبت بکنن. ما انشالله که درباره یک برنامه کار کرده شدیم، انشالله که بد بشوه. بعد ما انشالله که بگیم که مردم دعوت میکنیم در یک جا، بگیم که چی کارها باید بکنیم. اون گپایی که در یوتیوب گفتش نمیشه، چی کارها باید ما بکنیم. ما تا یک قدم به پیش رفتن مونه، تنها رحمان رو میگیم که به خوبی بره، بگیم که با زن و فرزند با دیگر کار نداریم. غیر صورت نمیخواهی، بعد اونجا بگیم که دمی کار رو میگیریم. خب نگاه بکنیم که در همه شهر و نوحیه ها یک نفرها را انتخاب میکنن، بگیم که همون انسان نمیدونم تاجیک مطلوبات میمونن یا که نمیدونم رئیس یگان جاش میمونن، دیگه مردم بگیم که همون منطقه همون نفره بگیم احترام دارن، کار میکنن. قطعش اون انسان تنها مردم با چی سرتونه بلند نکنه، خاموش بسته، زمین تا میگیرن، نمیدونم خانه تا میگیرن، حق تا میخرن. اگر دعوا بکنی باید دعوا نکنی، خاموش باید باشی. به همین خاطر اینا یک نفرها را میکنن، بین ها ما میبرارن، بگیم که بعد دیگه در پشتت سوار میشون. واقعا همین خیلی هم هست. من گفتم که اگر طور مثال زیارتچو اگر میتونست مسجد خودشون 10 تهوی میکرد یا ترانه میتونه 100% من مطمئنم که میتونه، یکی نمیکنه. برای چی؟ برای که در همون نفرهایی که قدیش همکاری میکنه اونا در پیسان نیست. ای مسجد میتونن دیسکتیک اوی بکنن، میتونن جای فحش و فاحشگی اوی بکنن، اونا میتونن نمیدونم یگان چیزی دیگر. نه که خداوند دیده شده، خداوند سرشته میکنه خیلی انسان ها. چند بار، یک بار یا 2 بار زپرفکش در گرفت. این خداوند با بالقه نمیزنه انسان ها. کسانی که مسلمانان خوب میدونن این چیزا. به همین خاطر غضب خداوند میاد رن ایلی پازنا بالای شما. گپ ها زیاد نسبت مرحوم پدرش
من نمیخوام یگان چی بگم برای نفری که از دنیا میگذره. من تنها میگم خداوند رحمتش بکنه خلاص. دیگه من بگم که درباره اون انسان دیگه چیز نمیگم، برای که نامه اعمال او انسان وقتی که میمره آدم نامه اعمالش محکم میشه. تنها باید اونا دیگه به نیکی یاد کرد که غیر این صورت بازم بگیم که عذابش میکنن. به همین خاطر ما به گذشتگی ها کار نداریم و ما آدمای زنده که امروز هستن بی‌طرف نباشید برادرای عزیز. مردمی قبادیان چقدر که شما را ظلم دارن در یکاترینبورگ. اون روز من در برنامه گفتم بعد همون چند نفر به من بگیم که روسیه در تماس برمد همین خبرها را ترکیه میتیه و دروغانه قسمش دادم. قسم نمیخوره که بگیم که همین کار هسته یا که نیست. مرده که بیا قسم بخوره که نیست. میگه من ترا با شاهد دلیل بیارم که اون آدم 50,000 مجبورش کردین که به تیاگی بگیم که قشلاق آباد بکنن. اگر یک همسایه قشلاق اگر یک بگیم یک کار میکنه بعد دیگرها هم باشه دیگه ما که قفا نمونیم گفته این کار باید میگم که حکومت باید بکنه. شما مردم شهرتوز قبادیان بشکین باور بکنید 50,000 نه برای نتیه که بگیم که کوچهاتون اسفالت بکنن و میکپونتان بسازن و یک چیز دیگه. رحمانوف در 30 و چند ساله در سر قدرت در همین منطقه ها چی راست کرده، چی آبادی کرده؟ یگان چی نکرده است. که بگه که بودجه دولت برای همین سه منطقه را بگیم که چی آوردین همینو راست کردین؟ یک حاجت خانه راست کردگی نیستن. باور بکنی فقط برای همین مردمی ناحیه قبادیان چند سال پیش بود، یک 2 سال یا 3 سال پیش یک بالنیسای کلان زمانوی ازبکستان بگیم که ساخت برای همین مردم همین منطقه را. برای که در ناحیه ما بگیم که قریب 70% بگیم که میسنی بگیم خوبتره. ازبکشون بگیم با سخت نرسه میسنی ها زندگی میکنن. به همین خاطر ازبکستان اومد همین چیزا ساخت برای همین مردم همین منطقه را. بیاره یک فکت یک دلیل همین مردم همین رایون که یگان چه بودجه دولت همینجا صرف شدگی در همین طولی بگیم که 30 سال یا 33 سالی که رحمان در سر قدرته. ای قرغان تا قبادیان و شهرتوز راه تا حال ای سال 80 تا حاضر اسفال نیست. چون یک نفر صدا بلند نمیکنه یا که کلخاسابود تا بگیم که قبادیان چی با راهاش درست نیست. ماشین ها هستن، مردم رفت و بیا داره، نالوگ میتین. سبب در چیه که این همین راههای ما آباد نمیشن یا که مکتبی درست نداریم. نمیکنه حکومت. بیاره بگه که حکومت همین کارا را میکنه. او روز با خبر رسید که در مکتب 48 ناحیه قبادیان سوم ای طلبه ها جمع میکنن که بگیم که بازم میخوان که یکان چیز امارت بسازن. شما مکتب و کیسه مردم میسازی. ما میدونیم این چیزی که شما کیسه ما میسازی. سبب در چیه که شما از حکومت طلب نمیکنی و از حکومت بودجه دولت نمیگیری. شما یکان بگیم که خب چون شما از حکومت همین چیزا طلب نمیکنی فقط از مردم. وقتی که ما مردم همین چیزها را میکنیم دما رحمانوف باید کار نگیره یا که همین حکومت دما کار نگیره. آب ما خودمون میکشیم نمیدونم لبای کار خودمون میکنیم حکومت یگان کار نمیکنه. برای همین لبی دایره کفرنیون میلیون ها دلار صرف میشوه.
از سازمان‌های بین‌الملل که همینجا را سر راهش گرفته بشه، میلیون ها گکتار زمین‌های ما بگیم که دایره شوشتگی بردگی شه، یک نفر صدا بلند نمیکنه. اینا رو هم نمیگیرن بگیم که همونجا یک دنبه بسازن، یک کاری بکنن که همون زمین ها بگیم که به استفاده داده شوند. دایره دیدم که رنگ مار رفتگی های. امروز اگر از کدام کمبودی صحبت نکنیم برادران عزیز، باور بکنید کمبودی ها زیادن. برای کمبودی و یک طرفه شدنش باید ما هم رحمان و یک طرفه بکنیم که این کمبودی ها برقرار بشوند. غیر این صورت ما یگان چه منتظر نباشیم که رحمانوف میکنه، رحمانوف نمیکنه. شما ختان همه چیزتون ختان میکنه، مکتب مدرسه نمیدونم، ولی تا قرغان تپه هم سون میپرسه، میگه که بیا هم رای بین المللی بگیم که وای کنیم، ما خودمون اسوالش بکنیم. باور بکنیم مردم ما گره مردم شری نرنده ای بوره هیچ شو نگوی تا قرغان تپه را اسوال کرده میروم. به همین خاطر برادرای عزیز، اگر ما میخواهیم یگان دیگرگونی، اگر ما میخواهیم که آبادی باید در بر کی باشه، باید در بر مخالفین باشه که ما میخواهیم که یک حکومت باشه که همه قدر داشته باشه. کارهایی که باید حکومت میکنه حکومت باید بکنه. نفرها باید چیکار کنن؟ نفرها هم نلاکشون نمیتین کار میکنن، نمیدونم به خلکی کارهای بگیم که یگان انشاءات ساختن باید که حشر نباشه، ای بودجه دولت جدا بشه برای بسازن. من پراتیف نیستم که یک نفر مثال در یگان جایی که آب نیسته برای یک کچالکه بزنه یا که یک نساس بزنه که برای مردم آب براره. من در این چیز زید نیستم. در لبای حکومت برای آب، برای یک کپرک که مثال یک این قشلاق با او قشلاق گذشته میتونه ای دایره، آدمایی که این چیزا میکنن اینا خداوند ثوابش گفتگی که چند خواهد برای اونها را. من این چیزا هم کسی نمیگم که نکنم، در حکومت آینده هم باشد این کارهای به نهایت ثوابن که اینو صدقه جاریه تا وقتی که اون چیز هست، یا که مسجد، مکتب، این همین چیزا هستن، اینا تا وقتی که انسان زنده است میمره هم تا روز قیامت، وقتی که او انسان های چیزا را استفاده میبرن بگه به اون نفر ثواب میآید. باور بکنید ما رو ایروی همین چیزا استفاده میبرن که مردم همین کارها را بکنه یک به ثواب میگیره. این کارا باید حکومت بکنه. این قپل ها اینا میلیارد ها را دزدیدگیان در شاتای خارجی شونن. زیاد انسان ها خونه هاشون یک طرفه خیجبک پشوندگی بازم بگیم که طرفدار رحمانوف میکنن. شما از خدا بترسی، میره در روسیه در مسکو عذاب سگ میکشه میوه، بگیم که اوپل بالا خریده نمیتونی، 2-3 سال کار میکنی میوه زنگ گرفته نمیتونی. به همین خاطر باید مردم سرجم بشه، باید مردم طرفداری بکنه برادرای عزیز. بله، خب برادران گرامی قدر، همینجا یک برادر نوشته است که 63 دونه لایک. خب برادران عزیز، ما 230-40 نفر تماشا داره. خواهش میکنیم به طرف نباشه. اگر میخواهید که برنامه ما طولانی دوام بکنه برادران عزیز لایک هاتون رو بگذاره. باور کنید اون روز ما 4 ساعت صحبت کردیم، متاسفانه 200 دانه لایک ما جمع آوری کرده نتونستیم. بعد خیلی ما بگیم که یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم. دستگیری از شما همین لایک های برادرای عزیز، آبونه شدن، نمیدونم نوار بیار دوستات
фиристодан ё ки дар WhatsApp ба мо дар тамос биромадан. халос мо шуморо намегем ки шумо биёед моро ягон маблағгузорӣ бикунед, намедонам ягон не ин кора ман нагуфтам, ин намегум ки биёед ба ман бигем ки нанависад ки ватанфурӯшҳо ҳеҷ гоҳ ба мақсадшон намерасанд. Ки ман нафаҳмидам ки дар бораи кӣ бошад ки ман ватана нафурӯхтам. Ватана Раҳмонов фурӯхтагия. Агар Раҳмоновро дар назар дошта бошӣ 100% дуруст мегӯӣ ки ватанфурӯшҳо иншаалло ки бародарони гиромиқадр бетараф набошед. бародарои азиз, мо 200 чанд нафар тамошо дора. лайкотона бигзоред ки то ин ки бинандагон зиёд бишаванд. иншаалло ки линк дар зери барнома гузоштагиай, дар комментам дар зери барномарам хоҳиш мекунем ки бидрои фикр назарҳотона бигӯед. касоне ки азр дорен, касоне ки мехоҳанд ки вообще ягон чи нагед, дар рақамҳои WhatsApp иншаалло ки занг бизанед, дар рақамҳои WhatsApp иншаалло бинависед, ҳамсӯҳбат мешем, сар як масъала меоем. хоб 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 бародарони азиз, касоне ки аз телеграм, намедонам фейсбук, тикток мепурсен, дар шапки профили ҳамин ютуб бидроед. бародарони азиз, ман дар описания гузоштагиам ҳам телеграм ва телеграм, фейсбук, тикток. шумо метавонед ки бародарои азиз унҷо дар группаҳои ман бигем ки обуна бишем. вақте ки мо барнома мекунем ё ки ягон навор мегузорем, унҷа бигем ки шумо огоҳ мешед. иншаалло ки кор кардастем сари тиктокам. иншаалло ки коре мекунем ки ҳам дар ютуб, ҳам дар тикток барномаи пахши зиндаи мо бирава. иншаалло ки ба рӯзҳои наздик дурустиш мекунем. кор бор мега ғайбат дигар кор бор надоре. бародари азиз, ҳамиҷа биро лӯбояд биро бугӯ ки кадом гапи ман дуруға ё ки кадом гапам ғайбатай. ман тра исбот мекунам ки ҳамин чизо ҳаст. ман айпеши худам гап намезанам. мардум занг мезананд, галасавой менависад. бародари азиз, ҳамин хеле корҳоай. чахе ман бигем ки айпеши худам бигем ки дуруғара. мардум ранги ту нестанд, касе ҳастӣ чоплус, на рангат маълумай, на руд маълумай, намедонам як ручка дар дастат, фақат корат нависонавис. бовар бикунеда бародари азиз, ман ягон маҳал таҳмат накардам, нияти таҳмат ҳам надорам. ин мардуми тоҷик уже ӯ мардуми хеле кӯҳна нест. ӯ мардуми хеле кӯҳна ва ё хаймаҳошона задагиан ё он бошанд, ба ягон чӣ кор надоранд. насли ҷадид интернетай медонанд, медонанд, пайгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, мефаҳманд ки чӣ гапай дар дунё. ман дурӯғ бигӯм, ягон нафар мана тамошо намекунад ё ки дигар мухолифина бигӯянд ки ҳамин ҳукумат мисоли ҳамин Камбодиёро дора, мардум дора қабул мекунад ҳамин чиза. дида содиям, барои ки мардум дар дохиланд, на ҷои кор аст, на ҳеҷ чӣ. мегӯм ки мардуми Тоҷикистон дар дарни Тоҷикистон ба мисли квартирантанд. шумо Русия мере, бигем ки пули хона метиҳем, пули барқ метиҳем, пули об метиҳем, дар Тоҷикистон ҳам боша ҳамин чиз.
که در روسیه تو کار میکنی میتی در تاجیکستان تا گیجو یگان جدا کار میکنه گیجو باید بتیشه برای کار چیکار باید کردن در کار یک حکومت باشه که کار فراهم بیاره برای این ملت که بگیم که همون پلی خوردن و خواب رفتن شب داشته باشه بتونه این تاجیکستان پیدا بکنه نه اینکه برای در یگان جای دیگه مهاجر بشه و کار بکنه و زحمت بکشه و بعد بیا پلا بگیم که با جیبی کی بتیه اولادی یک خانه برادر عزیز اینا نفرها زیادن که میگن دیگه همین مکتبای همین نوحیه زیاد مکتباش مکتبی 48 مکتبی 1 مکتبی 5 مکتبی 4 مکتبی 16 چقدر ظلم میکنند ای برو می نویسن باور بکنید باور بکنید مردم همین منطقه های ما даже ای پختکار می نویسن ای کمونیسم می نویسن ای 50 سالگی می نویسن اگه مردم در این رایون یک طرف زیاد انسان ها میدارن صحبت میکنیم و بگیم که یگان مشکلی نیست من نفرها چند سال شدی خطی در تماسن بگیم که تاجیکستان صحبت میکنن یگان مشکلی نیست راست اینجا اگر دو نفر اگر این دوای تا بدونه بعد این مردم بز کرده یک من در پیش دو نفر اگر گپ زنی بایدش میفروشد که همین قطعی اون انسان صحبت میکنه یک نفر هر منطقه ها هر شهر دهات ها صحبت میکنیم ما چند ساله ها شد یگان گپ نیست ما برای امنیت همون مردم انشالله که کار کرده هستیم که چیکار بکنیم که همنا رقم هاشون نبرن وقتی که اینش با اونش صحبت میکنه انشالله که ما این چیزها رو تیار میکنیم وقت ساعتش میاد همه همی برادرایی که بگیم که در تماس با ما همه کسا یکجا میشیم بعد انشالله که مردم میفهمه که ما چی کارها کرده شدیم خب این وردک نویسته است که با مردمی به ننگ سویت حیفه همین خیلی برادر عزیز برای هم میگیم که ناموساتون بیدار بکنی بیوی سر یک مسئله بیوی اگر نمیخواه باور بکنید ما اینجا مشاهده میکنیم وقتی که صحبت میکنیم با مردم یا که صحبت میکنیم می نویسیم باور خیلی مشاهده میشه که مردم دارن بیدار شده شدن خیلی این الهام میبخشه برای من که با من بگم که برنامه بکنم برام خطی مردم هم صحبت بشه مردم بیارم این شبابه شناس بکنم سر یک مسئله بیایم یک قدم پیش بریم بگیم که یگان کار یگان عملی بکنیم در تاجیکستان ما بگیم که بگیم در اون پلاکت ها هم رحمان و صورتش کریست بزنیم که بگیم که ما نمیخواهیم همینا استعفا رحمانوف راست اینجا در همین شهرتوز خبادیان بشکن همین نامرد باشم و زنده باشم همون جایه وای است با محیب است با کیه در ستش همون جدا همه ساحه را باور بکنیم مناپولیا کردگن یگان نفر نمیتونه یگان چیز زدن بازاری اوزنک گرفتن هزارها مینوس دارن یک نفر را تجاوز کردن در ناحیه شهرتوز گفتن که اگر صدا بلند میکنی ما شما را بگیم که نابودتان میکنیم مجبور گرفتن بردن یک نفر را تجاوز کردن ما با خانواده بگیم در تماس هستیم گفتگی که اگر صدا بلند میکنیم ما شما را میکشیم ما گفتیم که بیایم ما صحبت بکنیم لااقل خواهش میکنیم گفتن نگی تا که ما همیتم نمیگیم برادر عزیز نترسی باور بکنید دخترتون زنتون خواهرتون مادرتون میبرن تجاوز میکنن شما خاموشی
بچه ناموس در گیجا است. ناموس همین مردک برای چی زندگی میکنه در همین بگیم که حیات؟ برای پدر، مادر، خواهر، زن، فرزند، برای مادینه، برای نرینش نه. وقتی که در این قریب آدمای نزدیکان شما بگیم که میرسن تجاوز میشون، شما خاموشه. بعد وقتی که مرغتان میگن زیغ نشه. باید مردک بشه انسان. بچه یک خروز ایگو خروز در یک الچه مرغ اونا شما برای 10-15 مرغ خراولی میکنن. ولی یخش مرغ اگر بگوی قهرش میکنن. مرغ به خدا ناموسش ایخ مردک این نمیخیده که دیوس کو 1000 بار به. باور بکنید زیاد نفرها بگیم که می نویسند داره ما هم صحبت با مردم. باور بکنید خیلی مردمی سالی پیش نیست. مردم ها اوشه نمیدونم بالی سوریمه نشیدگیان. یکم باور بکنید در جاهای ما بگیم دخترای خیلی آستین کلته و بیرومال خیلی نمیدیدی. من مطمئنم که ما دیم جا یا یکم یا دیم جا بودیم در عفت داشتن خواهر مادرها و در جوانهایی که بگیم که نمازخوان بودن. یکم یا دیم جا خطا نمیکنم. امروز متاسفانه پیدا نمیکنی یک نفر. حاضر همه نمیدونم ای خفای یک کارای شدگی هن که فحش و فاحشگی. ما مسلمانیم باید بگیم که زندگی درست داشته باشیم. نه اینکه باید که خواهر و مادرای ما سر لیچ کنی لیچ بگردن، مسجدامون بسته باشن، نمیدونم مدرسه هامون بسته باشن، ما نتونیم بگیم تعلیم دینی بتیم برای فرزندهامون. یک چند سال بعد دیگه باور بکنی که مردم یعنی شرطوس قبادیان بشکن و مثل اویگرو میشه. باور میکنیم تا میآین خیتایی هم رحمان فای خیتایی هم که قرضدار اگم که خیتایی میاد چخیلی کریمه گرفت کو راسیه کریمه اونجا در اومدن مردم سر زن په پاسپورت دادن تا شما رسی. این تا خیتایی میان پاسپورت تا میتیانه میگن شما خیتاییه. برای چی؟ برای که رحمانوف پل گرفتگی او دولت. ما فقط میتونیم که زمین بتیم. خو نمیتونیم که ما کار کنیم پلی و ابگردنیم بتیم. به همین خاطر باید سر همه این راه ها گرفته بشه. سر همه همین راه ها رحمانوف این همین اویله این همینان اگر دروغ بگم اینا برای یگان نفر همین منطقه طرفدارای بگیم همین حکومت برای بو که دروغ میگوی اونا بگیم که زلال ندارن با مردم همین منطقه. پختر شما میتونه که در یگان کسی دیگه برای نمیدونم در ولایت بفروشه. نه پختتونه میگن که این پست اوسو نگذارون. وای کاری تا بگیم که فرمری تا حق داری که بکنیش بر در امریکا فروشش. تو نلاکی زمین داده شدی، نلاکی دولت داده شدی، ایلو هم که بر در انگلیا بفروشش یا که اروپاش بر این حقیقت داری. یکی شما را چکار میکنن؟ نمیمونن که این پست نزده بالاش ببری. این ظلمه. شما میتونه که اوچه برای بفروشه قیمته. اینا شما میاد هم نقل که خچان میخواهن. چوبا چیزای اونو قیمتن نمیدونم سالارکه قیمته دارو قیمت همون ها میخریش. یگان کسی دیگه نه من نمیخریش. من یگان خیلی تاجری وای نیستم که شما من بیای بخری. من بگم که آقا من همه بیزنس های همینو میره همینو قیمت میخره میای کار تبود میکنه در واقع پختت 7 تومن 8 تومن بود همین میتی پختت دیم طلای سفید باید که این نرخ داشته باشه
تو بگیم که زمین تا کارگرد میکنی، کارگرو تصمیم میتی پخته چینیش ده و پخته را کارکرد کردن در کار، همه اینا باید بگیری، این وقت میره، باید فایده تا بگیری، بعد بگیم که نرخ بمونی در بلوش، بعد بفروشیش. نه که متاسفانه شما نمیتونه این چیزا. وقتی که نه گپا رو من میگم که شما میتونه که او چیزا قیمتتر بفروشه و در نمیدونم دیگر دولت حق داره دجه برای بفروشه، برای کار قطعی ما یک جایه میشه، اولاد یک طرفه میکنیم، انشالله که دیگر فضاتون آزاد میشوه، بگیم که کار میکنی. من زیاد نفرها را میدونم که بگیم که ما را تا حال تماشا میکنن، پیگیری میکنن، برادرایی که از همین منطقه های ما هستند، زمین های اونها را هم خیلی ظلم کردگی گرفتگی هستند. انشالله که زمین های مردم بر میگرده برای مردم. من این چیزا وعده میتیم برای این مردم این منطقه که شما را زمین هاتون ای پدرهاتون بودن که به شما بر میگرده. زمین همین حق به حقدار میرسه. خیلی نیسته که ما پگه بیاییم و همین کارا دیده نشوم. نفرهایی که نه زشتو اومدن ایشون زمین ها را گرفتن، آدمایی که سهم نداشتن اومدن بزی دارن، نمیدونم کار میکنن در حکومت، اومدن ظلم کردن، زمین های مردم را گرفتن، اینا همش کلام به مردم برگردونده میشه. من برای همین چیز برآمدگیم، برای همین زمین من میخوام که همین زمین ها به همین مردم دهقانی که کار میکردن به همونو بر بگرده، نه اینکه یک نفر آدم بدونم گفت اون مردم ما که وقتی لطخری نبودن در مسجد بعد تنچید بعد اومدن صاحب شدن امره، واقعا هم همون خیلی شیده. به همین خاطر ما انشاءالله رحمان حق به حقدار میرسونیم. برای همین خاطر ما را پیگیری بکنه، دستگیری بکنه مردم. دستگیری شما چیه برادر عزیز؟ در تماس باشه با ما، بگیم که فکر نظرهاتون در زیر نوار نوشته بکنه، لایک مون بمونه، ابونه بشین، این همه چیز دیگه، یگان چیز دیگر نه. انشالله که مردمی بگیم انقلاب نکردگی مردم ها تیارن، چندین نفرها انشالله که صحبت داریم از هر شهر و ناحیه ها، مردم داره جمع شده شدیم. ما انشالله سر یک مسئله میاییم، تنها از شما همون دستگیری چی است؟ همون لایکتون، دیگر یگان چیز دیگر نه. برادرای عزیز، من خواهش میکنم یک نفر را که رادی همی پرا با همی استودیا بدروی که همی چینم داره، من همی یگان مشکلی داره که مردم نمیتونن بگیم که پیوست بشون در استودیو. همه لینک اگر بتونه بجقه یا که در اپیسان یا که در کامنت من ذکر پیتش کردگیم همجا. خب برای که دیگه اینجا ده بار دیگه میمونیمش. یه بار که مرحمت که مدیراتور هستن یا نه، مدیراتور من با فکرم که تجیکه 03 بدبخت که نباشی. من همه محل در سری برنامه میگم که کسانی که دشتم تحقیر میکنه منم هموتا، چه خیلی حقارت میکنه منم همو خیلی کم زیاد نه. شما بدبخت نباشه، نخود بدرو یا میدونم یک گپای بنویسی که خره خنده بگیره بزا بازی. اما یگان تته با نه زنت کار دارم، با مادرت، نه با یگان چیز دیگه. خب تشکری زیاد. اینجا یک نفر واری چید значит میشید از در اومده. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه، پیوند بشه در استودیو، بگیم که صحبت بکنیم. خب البتروس، سلام علیکم. خب البتروس نیست. خب
اوهن میخریم بیا کو. سلام علیکم. سلام علیکم اوهن فروش یا اوهن خر. خب برادران گرامی قدر، کسانی که مدروی کو اجازه دادگی نیسته، خواهش میکنیم که اجازت بتین پسان بگیم که وارد استودیو بشین که ما شما را بگیم که قبول کرده تان بتونیم. برای که اجازت شما نمیتیم ما شما قبول کرده نمیتونیم با فکر میکنیم که ما هم استودیو اومدیم مثال ما را قبول نکرد. خب یک دقیقه. خب امروز یک نفر یک نوارم روی کرد، بگیم سخنگوی جمهوری تاجیکستان اسدالله علیه کو، همون انسان بگیم که تحلیل کرده شده است. بگیم محمد اقبال قطی که شرف الدین گدایف که یک دست طالبا را هر چی میگفتن امروز پیش طالبا رفتن. من چی میگم ده بخدا کو شما سیاست شما چی میدونه سراتون ناشوشته. رحمانوف پدرتون تا دیروزه ایران میگفت که بگیم که خواجه خارجی نهضت امروز در پیش میره ازگین که رقص میکنه کن. این سیاست شما اولی سیاست نمیدونی چی گپه در سیاست. من طالب بعدش میگم جویش میگه قطعش ردنوی میشم، یگان مشکلی نیست. ما مخالفیم با یک حکمت. رحمانوف حکمت قبول داره طالبا را، بر طالبا سوید میتیه. من به طالب یگان چی ندادم تو که ما نمیتیم به طالبا را یگان چی. من اولای میکنم مهیم میقفم. تو چی را میدونی سرکت نشوشته میبره نمود بخدا بود همین. من حیران میشم بود. استغفرالله. آهن میخریم. خب سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. بچه‌ها خوب ترین و پیش چاپلوسو atıyor o problematı مشاقتی prezidenti. تشکر. مردم لایک همون نترسیم ریخت توک نشین لایک بزنین 200-500 کنین نه برادر نترسین چی عزیز ما را ترسین. همین 400 چند نفر ما را تماشا داره، 430 نفر. ما خواهش میکنیم برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. بگیم که همین برنامه ها را همین یوتیوب همین چیزا طلب میکنه برادرای عزیز. اگر با کامنت باشه همین کامنت بنویسه که همین بیننده ها زیاد بشن. من میگم برادرای عزیز هم کامنت بکنید. نه که همین لایک فقط میگه که اگر همین چیزا به جقم به مردم پسند باشه همین برنامه ها بگیم ریکامنداسیش بالا میره. مثال یک نفر پیداش میکنه تماشاش میکنه. و همین خاطر برادرای عزیز در یوتیوب تاجیکی این پیدا میشه وقتی که بگیم که ریکامنداسیا بشه. و همین خاطر ما خواهش میکنیم که نمون لایکاتون رو بگذارید بی‌طرف نباشه. 400 چند نفر ما را تماشا داره، متاسفانه ما 200 دانه لایک کرده نمیتونیم. بعد ما چه انقلاب بکنیم برادرای عزیز. این همینجا معلوم میشه که نفرها کمه. اگر ما 400 نفر تماشا میکنه ما 300 دانه لایک بگیریم شما بدونه که انقلاب نمی یک هفته یا یک ماه دیگه موندگیه. وقتی که مردم تیار نیسته. خب برادر صحبت یک دقیقه. چی گفتن معلوم است فهمی مردم تاجیک لاخی نمیدونم. خب اینا значит میشید است.
این عیبی همون نفرها که نمیتونن صحبت نمیتونن اجازت بتیان وارد بشون و tak یگان مشکلی نیست بگیم که در برنامه مردم موشه میدارن. بله باور کنید چند نفرها برادر عبدالله میپرسن برادر وایستدین ما نویستیم چون که برادر عزیز شما را زیاد بگیم که در برنامه ها میپرسن خواهش میکنیم که بیاید در برنامه فعال باشه یک 5-10 دقیقه صحبت بکنه که مردم شما را میپرسن متاسفانه نیست تند. خب ما میتونیم که برادر عزیز وقتی که ما 400-500 نفر تماشا میکنه تو میبینی که مثال همون دستگیری هسته زنگ میزنن واتساپی نمیدونم نفرها من همون خیلی که نفرهای زنگ میزنن من خدا را شکر میکنم. من این قوم باوری نداشتم که مردم ما این زنگ میزنن. باور بکنید وقتی که شما یک برنامه میکنی وقتی شما یک پیشنهاد میکنی با مردم بعد شما انتظار میشه که کو مردم به شما زنگ میزنن یگان بگیم پیشنهاد میکنن یا که نمیدونم تنقیدت میکنن اون چیز این چیزا من همین قیه که مثال با من زنگ میزنم باور بکنی مردم من همین چیزا منتظر نبودم انتظار نبودم من باوری نداشتم که این مردم ما همین خیلی زنده دیلن. الحمدلله خدا را شکر که من خیلی نفرهای پیدا کردم که بگیم که میخواهم برای همین وطن برای همین ملت یگان کار بکنم. به همین خاطر برادرای عزیز ما را دستگیری بکنید وقتی که دیده که شما ما را نپریمیر 400 نفر تماشا داره اگر ما چند دونه شیجه حکومتی این معلومه که ما را حکومت بگیم که ای دوشنبه رم ای نوخیارم بگیم که یک 2-3 نفرش میگذارن که ما برای اونا کار داریم تیار میکنیم اونجا کی صحبت میکنه کو کی چهرهش معلوم میشه و کو کی چی کار میکنه کی چی میگه در چندم مینوتی برنامه چی گپای بگیم که سخت گفتن نسبت حکومت اینا همش نوشته میشه. این گپ من میگم اون انسان ها شیشتن نوشته شد یعنی گپا را باور بکنید اینا همش تاثیر دارن برای این مردم. ما ابراهیم میگیم که برادرای عزیز بیا یک کاری بکنیم که بگیم که شما مکتبی درست داشته باشه شما تعلیمی درست داشته باشه شما مسجداتون باز باشه شما بگیم که خیلی که میخواه همون تا زندگی بکنی این خیلی نه که خیلی که شما را بگن که همین تا زندگی میکنی همون تا زندگی کنی. ما بگیم در ناحیه خریستیان هم داریم یوری هم داریم بگیم که مسلمان هم داریم زردشتی هم داریم باید ما پرابلم نداشته باشیم بین هم دیگه باید یک زندگی خوب داشته باشیم. ما در دولت‌های اروپایی زندگی میکنیم نگاه بکنیم که یگان آدم مشکلی نداره برای دینش برای عقیدهش برای چیزا خیلی گپا ما میگیم خندهشون میگیره. چخه در دولت دموکراتی چیز وجود داشته است که شما محدودیت داری تا ریش مونده نمیتونی جدا چون کیا ریش دارن. ما درباره ریش گپ میزنیم که ریش سنتی پیغمبره اینا چی اگر پیروی سنت پیغمبر میکنن ملیساهاش ریش دارن دماد ملیساهامو رنگ دختن سختون نرسه واقعا هم اگر شکماتون نباشه رنگ دخته ریش هم چپ تراش میکنه باور که شما اگر بخوای من یک روز نوار میکنم قطعه ملیسای همجا که شما تماشا بکنی که سر فرمشون مثال عادیان یگان خلکی کار فر زیادی نیستن کارگر حکومت ریش داره برود داره یگان مشکلی نیست اما اگر ریش برود داشته باشی اوه تو نمیدونم یا که سلفی یا پاکتی یا که یک چیز هستی. خب
برادران گرامی قدر، من امروز برنامه را وقت طولانی نمیکنم، اما 55 دقیقه صحبت داریم. 2 ساعت برنامه دوام میکنه خلاص. به همین خاطر کسانی که میخواهی یگون چیز بگین مرحمت کنید در همین 2 ساعتی ما بگیم وقت بیایه و بیایه صحبت بکنیم. غیر این صورت دیگه ما بگیم که خداحافظی میکنیم. خیلی خب برادران عزیزم، کم ترک اما در رستر باور کنید من حرفایی رو که میدان من خیلی که ای دوری نمیبینمش. خب یا میده به حرفی کلانتر خوش میکنیم بنویسه که لااقل خوندهش بشوه. خب یک چیز تو بمونم. خب خب درباره مردک صحبت کردیم که درباره همین ویدیو را روی نکرد. یک نوار بد همونا نتونستم در اینجا بیارم بگذارم. اگر میگذاشتمش به حد خوب میشید.
سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم تا صد سلامت باشی برادر عزیز. برادر عزیز امیر صدا تدری بانکان خیلی صحبت داری. ببخشید به نظر من که میکروفون دورتر است. الان بهتر شد؟ بله خوب شد. بار که چی گپ شد که پرتافت بار که قشپوشاش کردیم چه نفهمیدم. خب دیگه گو وقتی این تکنولوژیا مشکلات ایجاد میکند و همین خاطر نباید قدر دیگه جدی‌تر گرفت. مثلا با میون میانی احوالتون خوب است؟ ان شاء الله امیدوارم که صحت باشه، خسته نباشه. برنامه رو امروز شروع کردیم، یک چند صحبتی کنیم، بعداً دیگه صحبت با شما و دیگه برادرو بگذاریم. خیلی خوب است برادر. امروز روزی آزادی مطبوعات در جهان است و بسیار یک روزی مهمی است که من نتوانستم یک مقاله وابسته به این چیز بنویسم. البته به همین خاطر وارد برنامه شدم، چند نکته رو نوشتم و شاید بعداً تیم اطلاعات این نکته رو ذکر کرده وابسته به بخش وابسته به این روز مطلب رو نشر کنن. همین خاطر من میخوام چند نکته رو اینجا در نظر بگیریم که ما در تاجیکستان اگر تاریخی یک ساله گذشته را نظر بکنیم و اینکه 4 ساله اخیر 5 ساله اخیر را نظر کنیم، واقعا هم حالت مطبوعات روز تا روز رفته بدتر و بدتر می شود و از همه جهت فضای مطبوعات و خبررسانی تنگتر کرده می شود. حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف هر روز دارد تمام وسایل اخبار عامه را وابسته به خودش میکند، تعلق به یک خانواده میکند که اون فقط در تملق کاری و تعریف توصیف کردن به این خانواده گرفتار شود. ما حتی اخباری یعنی پایگاه های خبری که در طول همین چند سال اخیر، حتی یک سال 2024 اگر نظر بکنیم، در همین سال 2024 چند پایگاه خبری که در خارج کشور قرار داشتن اونها را بستن. از جانب پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز، یک پایگاه خبری منطقه مردمی ولایت مختار کوهستان بدخشان است که فقط با 3 زبان مسئله های وابسته به تاجیکستان و بیشتر حالت وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر میکنند. و از جانب دادگاه همچون یک خبری افراطگرا یا اینکه خب دروغگو محکوم کردن و از جانب دادگاه در قلمرو تاجیکستان ممنوع کرده شد و حتی تا اون درجه را اینها پایان رفتن که یکی از ممنوعیت هایی که اینها در همین سال 2024 قبول کردن بسته شدن فیسبوک های فعالان، یعنی ممنوع کردن فیسبوک های فعالان حرکت سیاسی گروه 24، فعالان جامعه مدنی و دیگر که از جمله چندین گروه هایی که تعلق به ما داشت که من اون زمان در حرکت سیاسی گروه 24 نام تاجیکستان 2، خب دیگر تیم تبلیغاتی، همه اینا از جانب دادگاه ممنوع کرده شدن و در صورت لایک زدن از همین گونه فیسبوک ها شما رو میبرن زندان میکنن. یعنی پایان رفتنی سطح مطبوعات در تاجیکستان تا اون درجه اومده رسیده است که تا اون قدر عمیق رفته است که حتی یک فیسبوکی یک کاربر به قرار دادگاه ممنوع کرده می شود در قلمرو تاجیکستان که همه گونه معلومات از همین فیسبوک گرفتن یا که لایک زدن در تاجیکستان که حالا شاید لایکش برداشتن ولی شیر ساختن یا که پدیلیس کردن به اصطلاح روسی در تاجیکستان میبرن زندان میکنن. این بسیار غم انگیز از این حالت نباید که یعنی بچونین اومده رسد. چگونه یک فیسبوکی که فقط خبر رسانی میکند، از وضعیت تاجیکستان خبر میکند، شما میتوانید مثلا یک خب مسلمان تاجیکستان یا که یک سنی مذهب تاجیکستان رو با افراطگرایی که همون گونه در گذشته کردن یعنی متهم بسازن، اما پامیر دیلی نیوز یا که پایگاه خبری مردمی پامیر که یک پایگاه خبری مردمی و تنها فعالیتشون رسانیدن معلومات به خوانندگان بود، چه خوانندگانی مثلا خارجی باشد داخلی باشد، اونها تنها از همون داخل معلوماتایی که به دست دارن، منبع‌های به دست دارن، خبر میارن و نشر میکنن. این واقعا وحشت آور است وقتی که در یک کشور
تمام فضای مطبوعات بسته می شود. همین سال گذشته این من چندین روزنامه‌نگار را نامبر میکنم که با سبب کار کردن یا که فعالیت کردن در ساحه روزنامه‌نگاری بردن زندان کرده شدن. رخشانه حکیمова چی کار کرد؟ فقط در یک مطلب نوشته است که زمینی تاجیکستان به چین فروخته شده است. بر اساس یک حرف نظر و دید نظر خودش بردن چیکارش کردن؟ زندانش کردن. به 8 سال زندان محکوم کرده شد. مدیر پایگاه پیک که کلاب احمد ابراهیم، این رو بردن به حدود 10 سال محکوم کردن. فقط چیکار کرده است؟ گویا که برای همون لیسنسش تبدیل کردن، تمدید کردن، چند پول به کسی داده باشد، ولی یگان دلایل اثبات کننده موجود نیست و او را بردن چیکارش کردن؟ به 10 سال زندان محکوم کردن. در حالی که خود احمد ابراهیم در یک سخنرانیش گفت که روزنامه پیک از جانب بانوی اولی کشور، خب حالا ما بانوی اولش بگیم، در تاجیکستان چیکار کرده می شود؟ خوانده می شود از جانب زنی امامعلی رحمانوف، ولی او را بردن چیکار کردن؟ محکوم کردن. 10 سال از آزادی محروم کردن. دیروزم وابسته به همین روز یکی از تشکیلات‌های حقوقی و سازمان‌های حقوقی بشر واقعاً تاجیکستان را محکوم کرد به همین حالت‌هایی که به میان میآید که در تاجیکستان، یعنی امروزه مطبوعات در سطح جهانی در پسترین حالت قرار دارد. اگر همین گونه برود از کره شمالی نیز میگذارد. یعنی ما در سطح افغانستان در ساحه مطبوعات قرار داریم که همه امروز ما تنقید میکنیم حکومت طالبان، در حالی که اونها در مطبوعات بازم در بخش حالت از ما بالاترند. یعنی فضا را تا اون درجه بردیم، رساندیم. ما فراموش نمیکنیم هزارها روزنامه‌نگار امروز در تاجیکستان زندانند. دلیر امامعلی چیکار کرده بود؟ عبدالله غربتی چیکار کرده بود؟ عبدالستار پیر محمدزاده چیکار کرده بود؟ ذوقیبک سید امینی چیکار کرده بود؟ مگر غیر از خدمت کاری به این ملت انجام داده بودن؟ اونها رو بردن زندان کردن. آزادگان پایگاه خبری چیکار کرده بود در داخل تاجیکستان که بیرونش کنن؟ اخبارکام که بعدا به بامداد اسم تغییر داد، چیکار کرد که در تاجیکستان ممنوعش کردن؟ فقط یگانه خبر رسانی بود، خبر میرساندن. هزارها روزنامه‌نگار امروز در خارج کشور در تبعیض قرار دارند، فرار کردن، گریختن. به همین حالت ما باید دقیق نگاه کنیم که جهان امروز در کنار ما نیست. جهان فقط به یک بیانیه نوشتن اکتفا میکند. ما دیدیم که تمام سازمان‌های بین‌المللی امروز میآیند در مسئله تاجیکستان و تنقید میکنند، میگویند که تاجیکستان امروز در دست خودکامه امامعلی رحمانوف قرار دارد و فضای مطبوعات در پایان‌ترین حالت قرار دارد. او دیگر از این کاری بیشتر برای ما تو نمیکند. به امید نشوید که امریکا، روسیه و هر کشور دیگری میاد شما را نجات میدهد. فضای مطبوعات شما را آرامتر میکند و زیر نظارت قرار میدهد. و اگر هم که هر خدمت این کشورها و این سازمانها انجام میدادن، امروز به دلیل امامعلی انجام میدادن. 4-5 سال میشه در پشت پنجره نشسته است. به الفت خانم کمک میکردن. به هزارها روزنامه‌نگار، حقوق شناس کمک میکردن. بزرگمای ریا رو 29 سال زندان کردن. طوری 10 سال مثلا شود از زندان قرار دارد. پس هیچ کسی در پشت شما نمی ایستد مگر خود شما. فکر نکنید که کدام نفری از امریکا، از اروپا، از فلان سازمان، از فلان کشور میاد برای شما کمک میکنند میرید تاجیکستان رو آزاد میکنید. اونا فقط محکوم میکنن. حد امکان تا امروز یک سانکسیون یا یک تحریم را وارد همین حکومت نکردن. یگان نفر رو از همین حکومت بگید که امروز در تحریم های لیستی مثلا امریکا، اروپا و یا یک کشور دیگر قرار دارد.
یک نفر اسمش رو برید. درسته. نه یک نفر رو در لیست تحریم قرار میتین و ما و شما باز نشستیم و بعضی از اشخاص فقط چیکار میکنن؟ اگر ما به همین طریق بتوانیم در تاجیکستان انقلاب میکنیم، اگر ما به همین طریق بتوانیم کار باید بشود. نمیشود. باید خیس عمل کرد، منتظر نباید بود. تکیه ما، توکل ما فقط باید به خدا باشد و به خودمون باید به اینجا فکر کنیم و خودمون امید داشته باشیم. هیچ کس دیگری برای ما و تو این نیرو و این توانایی کمک نمیکند که ما و شما بریم تاجیکستان را آزاد بسازیم. همین دلیل ولی برها به حد تنقیدی سخت میکرد، میگفت که برادرو به من زنگ میزنید میگوید که بیا فلان مشکل در فلان جا وجود داره، همین را نشر کن. میگم تو خودت نوار کو، همین را نشر کو، من از کانالم نشر میکنم، نوار کو برای من روان کو. میگه اکا بیا خودت بکن، من میترسم. حالا خودت وقتی که میترسی فضای مطبوعات رو نگه بداری، چرا از دیگران طلب میکنی این کارو بکنه؟ باید ما حرکت زمینمون از داخل خونمون این کسب رو شروع بکنیم، هر مشکلات رو که میبینیم نوار کنیم بپرتاییم. فضای مطبوعات رو همین گونه نگاه میدارن آخه، وگرنه کدام فضای مطبوعات میشه صحبت کرد؟ درسته. انشالله که مردم امیدوارم که میفهمن، یک روز نه یک روز انشالله که میخیزن سر یک مسئله میایم یگان کار میکنیم. باور بکنید ما را یگان نفر دیگه کمک نمیکنه. اگر ما خودمون تاجیکا چی در روسیه بودگی، چی در اروپا، چی در امریکا، چی در گیجای نبودگی باید ما سرجم شیم. اگر بخواهیم که زندگیمون رو تغییر بدیم باید همین کار خودمون بکنیم. یگان نفر دیگه برای ما را نمیکنه. شما نگاه بکنید که رحمانوف روسیه آوردگی به سر قدرت، همه برنامه روسیه بوده است. ما امروزها بود روی تماشا بکنید که بگیم که کلاچکوف چی میگه. اومدن یک طرف وفچی گفتن، یک طرف یورچیک، بگیم که او پرش افغانستان کمک کرد، پرش روسیه قطعی ازبکستان زدن، نیمی تاجیک کشتن. بازم بگیم که تازه رحمانوف دیگه اگر یگان که صدا بلند کنه رحمانوف استعفا طلب بکنی 92 میشه. برادر عزیز، رحمانوف برای یگان گپ نمیشه. هم تاجیکستان هم که هاش میستن، همون عریق آب جبور چیزی هست، همونو در جاش میستن، یگان شاخ درخت نمیافته. نه که رحمانوف پروسه نمیخواه بروا، ما مردم میخوایم که برونیمش. به همین خاطر جنگ ما نه، جنگ رحمانوف میخواه. اگر رحمانوف بروا چی جنگ میشه؟ چی یگان گپ میشه؟ یگان گپ نمیشه. رحمانوف برای یک آدم دیگه بیاد، ما پروسه نمیخوایم. اگر مردم تاجیکستان مخالفین قبول نداره، خودتون یک کسی دیگه بگیم که بگذار بشوه کو ببینیم که او ادسش چی میوه. یک کاری بکنه که فضا آزاد باشه، یک آدم برای یک بگیم فکری آزادش، سخنی آزادش نرو زندان بشوه. این یا حکومتی باشه که مردمی باشه. این خیلی ما میگیم که تا گیجا رو این مسئله را از دیدگاه خارجی نظر کنیم. ببینیم باز در رادیوی آزادی یک مطلب نشر شده است که رادیوی آزادی آمریکایی است و در همین مسئله چندین اخبارها را از تشکیلات ها میرسونه به مردم. بیا یک بار همین مسئله را نگاه کنیم که این سازمان ها و با داشتن پشتیبانی کشورهای اول قدرت فقط تمام کاری که انجام میتین یک نقطه از گفتن. بیا اینا ببینیم از گفتن کار عملیه که در اجرا یا که در پیشرفت یا بهبود ساختن وضعیت باشد انجام نمیتین. بیا اینا مثلا این مطلب از رادیوی آزادی نگاه کنیم. اگر بچه‌ها این مطلب بمونه نگاه کنیم. همین مطلب در روی اکران خودتون میبینید. اینو نگاه کن. خب در همین مطلب در وضعیت فاجعه بار یا مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارشگر اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز است که میگوید که موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات تا رفته بدتر می شود. در شاخص تاجیکستان از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش
بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همان رو بر رکود می باشد. این سازمان میگوید که موقع تاجیکستان بیانگر رکود فاجعه بار آزادی مطبوعات می باشد. وقتی این کلام استفاده میکنند، ببین رکود فاجعه بار آزادی مطبوعات می باشد. مطبوعات، ببین رکود فاجعه بار، وقتی که این استفاده میکنن یعنی در آخران نقطه، یعنی کاملا در همون حالت نابودی قرار دارد که کاملا از بین میبرد. وقتی فاجعه بار حالت به میان میاد، کاملا حالت خراب کنیم از بین روی است. یعنی تو این حالت موقع تاجیکستان در شاخص بین المللی قرار گرفته است. ژانا کوالیوف، مسئول برنامه آسیای مرکزی و اروپای شرقی در سازمان گزارشگران بدون مرز واقع در پاریس، در یک صحبت با رادیو آزادی حکمی 8 سال زندان رخشانه حکیمو در ماه فوریه امسال که از قضیه‌های اخیر تکان دهنده نامید. او گفت که حکیمو برای یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیمتری سرکوب می باشد. ببین این مسئله یک نقطه خیلی خوب را خانم ژانا در اینجا ذکر کردن که به خاطر یک پرسش، یعنی فقط به خاطر چی؟ نفوذ چین در تاجیکستان. من اینجا رو با حرف چی برای شما ضرب میکنم. نفوذ چین در تاجیکستان به خاطر فقط یک نقطه رو بیان کردن که آیا مثلا سوال کردن که چین یا کیتای با تاجیکستان نفوذ کرد یا نه، نفوذ دارد یا نه، به همین مسئله میبرن چیکار میکنن؟ 8 سال زندان محکوم میکنن، در حالی که کودک شیرخوار دارد. با پرونده اش اونقدر سخت کردن که نتوانستن زندان خانگیش کنن. گفتن که نه، این بسیار حالت خطرناک، انسان خطرناک است و این گونه پرونده ها باید چیکار؟ پرونده های مخصوصی هستند که اینا رو ما نمیتونیم در آزادی نگه داریم. در 3 سال گذشته در تاجیکستان شاهد سرکوب به مثالی خبرنگاران و مطبوعات مستقل شده است. حداقل 9 خبرنگار با اتهام بحث برانگیز پشت میله زندان هستند. معرفه احمد ابراهیم، سردبیر پیکی، با اتهام ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد. نماد اخیری است و آن ضربه خراباوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان است. خب در این مسئله یعنی بسیار صحبت کرده. بیا از زبان رادیوی آزادی برای شما بمونیم، اونها براتون میخونن با بهتر. مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران میباشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی میماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همان رو به رکود میباشد. یکی از قضیه‌های تکان دهنده رخشانه حکیم و خبرنگار فوق‌العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب‌ها میباشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساساً بر پایه اتهام‌های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافعه احمد ابراهیم، سردبیر که با اتهام‌های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد، نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است. در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لطکوب، تهدید، بدنام می‌کنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار با سطح‌های جدی روبرو می‌شوند. مطبوعات مستقل از سرمایه‌گذاری‌های دولتی محروم است. مورد سنجش و یا قطع درآمد از تبلیغات روبرو می‌شوند، چون این هم یک بخش از استراتژی خفاکنی مطبوعات می‌باشد. دوزینه بالا رفتن تاجیکستان در شاخص همساله گزارشگران بدون مرز این نشان بهتر شدن وضع آزادی سخن در تاجیکستان است. ما همه شاهد هستیم که سال به سال وضع آزادی بیان، آزادی وسایل اخبار آمد در تاجیکستان متشنج‌تر می شود. در یک همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در دوشنبه نیز از بدتر شدن وضع آزادی سخن و فشار و تعقیب خبرنگاران و کارمندان وسایل اخبار عامه نگرانی عمیق کرده شد. زمانی که ما امروز اینجا جمع آمده ایم
10 ژورنالیست در تاجیکستان در زندان است. ما فکر میکنیم که ناظران بین المللی بر این نظرند که آنها محبوسان سیاسی می باشند. نظام دادگاهی که باید از این ژورنالیستان و شهروندان دفاع کند، برعکس آنها را مجبور میکند خاموش باشند. سازمان‌های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای طرز و رکود رسانه‌ها همیشه انتقاد میکنند. از جمله 8 سازمان با نفوذ جهانی پس از نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از رهبران این کشورها خواستند وعده‌های داده‌شان در مورد به پایبند بودن به آزادی بیان فراهم آوردن فضای مساعد برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل و غیره را اجرا کنند. خب ببینید، همونطوری که شما دیدید در اینجا فقط مطلبی که نشر می شود مطلب گویشی و تنقید کننده بدون عمل است. حتی در ملاقات اخیری که در سمرقند صورت گرفت در ازبکستان که 5 کشور آسیای مرکزی در اونجا نشست داشتند و تاجیکستان جزء اعضای این نشست بود، در همین نشست که خود امامعلی رحمانوف هم به اونجا سفر کرده بود که دولت‌های اروپایی با امامعلی رحمانوف و کشورهای آسیای مرکزی ملاقات کردند و در اینجا نیز اشاره کردند به حالت فاجعه‌آور فضای مطبوعات. اما ما در عمل می‌بینیم که هیچ گونه دیگرگونی و بهتر ساختن وضعیت مطبوعات و وضعیت مردم تاجیکستان صورت نمیگیرد. سبب معین مشخص است، چون فقط اینها در سخن میتوانند صحبت کنند. ما اگر که در مسئله گلوبالی نگاه کنیم، جهان امروز از جانب کشورهای ابوالقدرت اداره کرده می شود. هر کشوری خرد زیر نظارت یک کشور ابوالقدرت دیگری قرار می گیرد. وقتی یک کشور ابوالقدرت بخواهد که کشور دیگری را از زیر کشور ابوالقدرت دیگر بگیرد، چیکار میکند؟ میرود با او میشیند، صحبت میکند، پیشنهاد میکند، هزارها کار را انجام میده تا او را زیر نظارت خود بگیرد. و امروز ما میبینیم که کشورهای اروپایی، امریکایی فقط در پی آن هستند که نفوذ خود را به هر گونه هست، فقط با طریق نمیفهم دیکتاتور باشد، هر طریقی که باشد به این گونه به دست بگیرند. نه اونه که اگر پیشنهاد کنند که در تاجیکستان انقلاب شود و مردم خودش قدرت دارد در دست خود بگیرند. ببینیم که امامعلی رحمانوف را به امریکا دعوت کردند، امامعلی رحمانوف را به آلمان دعوت کردند، امامعلی رحمانوف را به ایتالیا دعوت کردند. به هر کشور دعوت میکنند فقط به خاطر چی؟ تا اینه که بتوانند نفوذ روسیه را از کشور ما کمتر کنند و نفوذ خود را بهتر کنند. فقط نه به خاطر اونه که بتوانند یک تحریم را یا که به اصطلاح روسی سانکسیا بزنن، این می پدرسوخته های کثیف فسادکار را که مردم تاجیکستان از اینا خلاص شود. یعنی این رو نمیخواد. اگر این رو میخواستن تا امروز کار در اجرای این انجام داده میشد. حالا این همینه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه بین المللی مراجعت کرد به خاطر به دادگاه گاگا به خاطر معرفی دیکتاتور امامعلی رحمانوف. آیا فکر میکنید همین در نظر خواهند گرفت؟ اگر به نظرم بگیرن آیا به فایده مخالفان یا به فایده مردم تاجیکستان این را انجام خواهند داد؟ علامت‌های سوال خیلی زیاد است که ما فقط باید تمامی کاری که انجام میتیم به خاطر بهتر ساختن وضعیت تاجیکستان خودمان انجام بدیم. هیچ گونه کشور و هیچ گونه تشکیلات بین المللی و یا که سازمان ها نمیتوانند برای ما کمک کنند. شما باره بیاید در تاریخ یک بار نظر کنید که یک کشور اومده است برای من و تو بدون منافع شخصی خودش برای ما و تو کمک رسانده است. ما و شما پیش از میلاد دولت داشتیم، حکومت داشتیم، حکمرانی میکردیم، صاحبانی همین سرزمین آسیای مرکزی بودیم. یک نمونه مثالش را برای ما در طول همین تاریخ در چند صد سال بزنید که ما از کسی کمک گرفتیم و بدون غرض برای ما کمک کردن. در همین دوران جنگ شهروندی یک نمونه مثالش است که برادران نزدیک خودمو طول 5 سال در افغانستان بودن، برای ما کمک کردن. وقتی که روسیه برای آنها کمک میکرد، منفیتی حکومت استاد ربانی نزدیک شد به روسیه که روسیه باید برای اونها کمک میکرد، ما را چیکار کردن؟ و ما خیانت کردن، ما را مجبور ساختن به حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانوف بیایم صلح بکنیم. حتی برادران خودمون ما را مجبور ساختن که به حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانوف صلح بکنیم.
به خاطر چون منفعت و با منفعت اونها نزدیکتر آمد با روسا شرط گذاشتن که ما شما را کمک میکنیم، در صورتی که این در تاجیکستان باید صلح به میان بیاید. پس یگانه کاری که ما و شما انجام داده میتوانیم این خدمت کردن به خودمان، از خودمان برمیخیزیم، استقلالمون به دست میگیریم. اون زمان ما خودمون تصمیم میگیریم که با کی کار کنیم و با کی کار نکنیم و حکومت چگونه نظام و چگونه ساختار بسازیم و یا نسازیم. اگر خراب شم کردیم خودمون خرابش کنیم، ساختیم خودمون بسازیمش. نخوا امروز تاجیک تا اون درجه ای را پایان فرموده باشه که سطح دانشش تا اون درجه را پس رفته باشه که نتوانه یک حکومت را اداره کنه، نتوانه آینده کشورش را بسازه. شما یک بار نظر بکنید که در دوران حکومت سامانیان چگونه پیشروی در ساحه معرفت و علم صورت گرفت. چند صد سال دیگر از همین ساختارها برای ما باقی مانده بود که بیشتر حکومت ها اداره میکردن. پس ما را نباید اینقدر ناچیز شمارید، ما را نباید ناکس شمارید. باید به اون اعتقاد داشت که مردم تاجیکستان توانایی اداره کردن یک تاجیکستان را نه، توانایی اداره کردن جهان را دارند. ما به قدر سیاسیون، به قدر مردانی جسور این کشور، دانشمند این کشور نمیرسیم. ده ها هزارش امروز در زندان است، ده ها هزار دیگرش کشتن، میلیون های دیگرش بردن مهاجر کردن و ما نشستیم میگیم که امروز هم صبر کنیم، کسی میام و شما را نجات میده. همون طریقی که در تاجیکستان یک نجات دهنده سیاره پیدا کردن، او را پیشوای ملت، نجات دهنده فلان اسم میبرن و در این گونه کسانی که اعتقاد دارند که باید در تاجیکستان تغییر بیاید منتظر که یک نجات دهنده دیگه سیاره پیدا می شود و ما را تاجیکستان را نجات میدهد. ما هممون در یک کشتی با یک عقیده رفته هستیم، اونا همون عقیده، ما را همین عقیده. آخه این گونه نیست. باید مبارزه را سخت‌تر کرد و در راه مبارزه استوار بود و مردانه جسورانه مبارزه را برد، نترسید. باید از مانند شرافدین گدایف که سفر کرد به افغانستان، باید مردانه‌وار و جسورانه مثل این شخص نترسید و سفر کرد و رفت و خطر کرد که هر اتفاقی میافتد بگذار بیفتد، در راستای آزادی کشورم میروم کار انجام میدم. برخواست به هر جایی که برای رسیدن به یک آزادی کامل در تاجیکستان میرساند باید ما و شما مبارزه ببریم. منتظر هیچ شخصی از خارج نباشه. منظور من شخصانی که ملت دیگر و یا اینکه کشور دیگر در تولد شدن، منتظر اینها نباشیم. هیچ کس اینها برای ما خوبی نمیخواهد. اگر خوبی میخواهد منفعت دارد، منفعتش را اول باید نگاه کرد. چی میخواهد در عوض آزادی تاجیکستان؟ پس باید مبارزه را عملا شروع کرد. در طول 34 سال حکمرانی امامعلی رحمانوف امروز روز نشد، یک بار نشده است که یک حکمرانی امروزه، یک دولتدار ما، یک کارکن حکومت از جانب یک سازمان، یک کشور در لیست تحریم وارد کرده شود، مال و ملکش در خارج بسته شود، به مخالفان و مظلومین داده شود. ما ندیدیم میلیون ها پولی همین حاکمیت، همین حکمرانای ما در بانک های شویساری و دیگر کشورها قرار دارند. در چخیا از خشاوندان امامعلی رحمانوف را آشکار کردند. خانه ها و قصرهای با دبدبه ساختند. نمیتونن اینها را مصادره کنن و به فایده مردم تاجیکستان حل بکنن. در مسئله اوکراین میشود که انجام دادن، چرا در مسئله ما انجام نمیدن؟ چرا؟ چون فایده مسئله اوکراین به اینها نزدیک است و ارزش دارن، باید نفوذ یک کشور رو به خود بگیرن، ولی در تاجیکستان این کارو نمیکنن. پس ما باید خودمون بربخیزیم، منتظر کسی نباشیم. همون زمانی که خستیم رفتیم مبارزه را بردیم، مطمئن باشید که دیگر کشورها هم میدونن که حکومت آینده در دست ما میخورد. بعد میبینید که یکتا
با تحریم وارد میکنن و در لیست جا میکنن، بعد خانه هاشون هم میگیرن، مال ملکشون هم میگیرن، بعد میارن به موت میتین. تا همون زمانی که ما همین حالت رو به میان نیاریم، بر نخیزیم، نرویم، برای آزادی وطن یک نیروی قوی جبهه نداشته باشیم، هیچ حکومت در اطراف ما نمی ایستد و هیچ کشوری به ما کمک نمی کند، چون منفعت رو نمی بیند. به سخن کردن که نمی شود، رفتن به عمل می شود. باید برخاست، اتحاد شد، صحبت کرد، اومد در کنار مبارزان ایستاد. با پشت پرده نمی شود که رفت تاجیکستان را آزاد کرد. بیاید بشینید صحبت کنید با اشخاصی که میتوانند تصمیم بگیرند که چیکار کرد، چگونه عمل کرد. امروز یک نفری که میتواند از دستش یک کار عملی میآید موجود نیست. بله. همین تعداد مخالفانی که امروز در پخش‌های مستقیم هستند به انگشت شماری نمی شود. تعداد اشخاصی که در همین مخالفان هستند خدمت کردن انگشت شمار هستند. ای دست نمیآید که بیای یک انسانی رو که در همینجا مبارزه میبرد، در ساحه نظامی، در ساحه اقتصادی، در ساحه معرفت، در همه ساحه براش خب توانایی را داری، در کدوم ساحه براش کمک بکنی. کمک مالی نمیتونی، کمک علمی بکن. کمک علمی نمیتونی، کمک نمیفهم یگان حالت دیگه شب دست بگی. امروز یک مادر تاجیک 10 فرزند دارد، 8 فرزند دارد، یک دانش نمیخواد در راه تاجیکستان قربانی کند. کشور رو به اون درجه را پایان فراوردن. ما وقتی نشستیم صحبت میکنیم در کمیته دین یک سخنگو ماندن زینب حسینوه، در سامانه های مجازی بد نشود با یک پیراهنی این قدر که یک دامنی یا اینکه یوبکه‌ای خیلی کوتاه تا ایزانو بالا عکس گرفته رقص کرده با دیگرها گشت است. در کمیته دین شما کسانی تصمیم گیرنده هستند، کسانی با کار تامین میکنن که با خود را مسلمان معرفی میکنن. اگر سخنگوی کمیته دین از یک دین دیگر می بود و با اون لباس می بود ما مشکل نداشتیم. برای همین وقتی که ما حرف میزنیم حرف رو باید دقت داد، اهمیت داد. ما شیشتیم پشت پرده منتظریم که در تاجیکستان یک کار میشه ما بریم میگیم السلام علیکم من هستم. برادر نمیشود، قربانی میخواد این کار. بله. باید اعتماد کرد، باید باوری کرد، باید اومد به همین جا برآمد، با برادرها صحبت کرد، برای آزادی تاجیکستان مبارزه برد. امروز برای هر ادیان ارزش‌ها در تاجیکستان ممنوع کرده شده است. اگر با هر اعتقادی که هستی بدون که تاجیکستان امروز به جای جهنم شدگی است برات. فقط در یک حالت تاجیکستان برات جنت شده است، در حالتی که فسادکار باشی، نمیفهمم در حالتی که برات فقط رقص، سرود، نمیفهم دزدی و غارت کردن و فریب کردن و دروغ گفتن باشد، پس مرحمت برای تاجیکستان. اگر بخوای مثل انسان، مثل مسلمان، مثل یک تاجیک آزادانه زندگی کنی که وطن در عرصه بین المللی نفوذ داشته باشد، نام تاجیک به تروریست معرفی کرده نشود، در اون صورت در نمیفهم در جهنم زندگی میکنی. اون روز یک برادر برای من زنگ زد گفت که وقتی که من به یک کشور اومدم در فرودگاه مرا نگاه کردن، از من بخش کمیته امنیت همون کشور اومد سوال جواب کرد، گفت که تاجیک‌ها امروز تروریستن. با ما تاجیک‌ها را تروریست میگن. تو کی اصلا خودت؟ به همین خاطر باید من از نظر بگذرونم. به خاطر سفر کردن به یک کشور من میگن تاجیکان تروریستن. فقط از تاجیک امروز اسم تروریست باقی مانده است. به خاطر 4 بی‌سواد و ناتوان را در تاجیکستان امروز در قدرت نگه داشتیم. چهار تا دز ابله در خطر در صف خود جمع کردن و فقط دارن چیکار میکنن؟ ما و شما را به نابودی میبرن. باز بشینیم اینا رو قبول کنیم که نه، بیا پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت، نمیفهم نجات دهنده سیاره فلان و بسمدان. ای بچه بس از شرم است. اخی تاجیک کی نیاز به پیشوا داشت؟
در کدام حالت ما و شما پیشوا داشتیم؟ یاد زمانی تاریخ بیار که تاجیک همون زمان پیشوا داشت. در زمان دولت سامانیان خود اسماعیل سامانی در جنگ میرفت اشتراک میکرد، لشکر را اداره میکرد، میجنگی، در جنگ میجنگی، در کاخش نمی نشست منتظر شود. اون میگن که کسی که رهبری میکند میایستد در کنار ملتش. ولی متاسفانه امروز ما منتظر اون هستیم که باید یک کشور ما اوترا بیای نجات بتید. خیلی منتظر غلامی باید باشه مگه؟ پس یا بیا غلام یک کشور دیگر رو شویم. غلامی را باید ما برای امروز کشور تاجیکستان و کسی که همین نظام قبول میکند و نمیایستد باید تبریک بگیم. یا که هر کسی که منتظر کشور دیگری است که بیاید آزادش کند غلامی مبارک باشه. اگر تو آزادی میخواهی، اگر میخواهی آزاد باشی، پس چون این چیز را انتظار نباید بود. به همین خاطر به مناسبت روز مطبوعات جهانی من این سخنرانی کردم. من مطمئنم که مردم تاجیک وضعیت مطبوعات را نگاه میکنند. یکی از چیزهای مهم، یکی از بخش‌های مهم در عرصه دولتداری مسئله مطبوعات است. مطبوعات فضایی را، بالانسش را نگاه میکند، نگاه میدارد. اگر مطبوعات نباشد و مردم نتوانند آزادانه از ظلم بگویند و ظلم را از بین نبرند، هیچ گونه دولتداری پیش نمیره در سیاست امروزه جهانی. چون فضای مطبوعات یک از چیزهای مهمی است که امروز مردم میتوانند حرف خود را به حکمرانای خود برسانند. وگرنه ما نمیتونیم حکومت رو بدون فضای مطبوعات آزادی داره کنیم. پس باید بربخیزیم تاجیکستان را از دست ظالمان نجات بدهیم و فضای مطبوعات را در تاجیکستان بهتر خوبتر بسازیم. وگرنه این گونه میریم غلامی و غلامی و غلامی و منتظر نباشیم. و یک مراجعه دیگر به حکومت‌های ابوالقدرت و سازمان‌ها میکنم که از صحبت کردن مردم تاجیکستان خسته شدن و اگر شما فقط این گونه فقط با بیانیه‌ها ادامه بدهید، بهتر است که ننویسید. بالای سوخته نمکاب نچوشید. این هم همونی است که بالای سوخته مردم شما نمکاب میچوشید. فقط یک بار مینویسید، دوم باره از همون چیز میگویید. آقا این را مردم تاجیکستان خودشان میداند. اگر که امروز به عمل رو نیاورید و حکومتداران تاجیکستان را تحریم نکنید، مطمئن باشید که از این گفته‌های شما مردم تاجیکستان ناراض است. ما دوست نداریم که فقط در امروزه توانایی که شما دارید میتوانید از حقوق یک روزنامه‌نگار دفاع کنید، در مسائل دیگر کشورها انجام میدید، ولی در تاجیکستان به خاطری که باید کدام نفوذی رو به دست بیارید انجام نمیدید. پس این کار کاملا اشتباه است و من امیدوارم که پروردگار ما را کمک میکند، تاجیکستان را آزاد میکنیم و فضایی را میسازیم که هر یک شهروند تاجیکستان توانایی رسانیدن حقایق و ظلم و ستم را به حاکمیت داشته باشد و دانشگاه ها و جامعه شهروندی قوی داشته باشیم که بتوانند مشکل این جوان، مشکل این شهروند را چیکار کنند، در کوتاه‌ترین فرصت حل بکنند توسط حاکمیت، یعنی مجبور بسازند که حاکمیت این مسئله را حل بکند. این تنها توسط مطبوعات می شود، جامعه شهروندی آزاد و کل ای که برگرفته از یک جامعه آزاد و بیدار به میان می آید. و در صورت انقلاب به انقلاب رسیدن و پروردگار اگر ما را زنده تا اون زمان بگذارد که دعا میکنیم که این به این آزادی ما را برساند که اجرا کننده عدالت آزادی در تاجیکستان باشیم و اون را احساس بکنیم و برای ماندنش، پایدار بودنش مبارزه ببریم و بیستیم. دعا میکنیم به اون روز ما را برساند. دیگه شما را به خدا میسپارم، صحبت ما طولانی نمیکنیم. پروردگار ما را با آزادی تاجیکستان و آزادی تمام جهان برساند که هیچ مظلومی در کل جهان باقی نماند. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد برادر عزیز. خب اینجا یک برادر نوشته است که چخیل من قطعی همینو پیوست بشم. برادر عزیز اینجا رقمای واتساپ موندگی های میتونی که بگیم در واتساپ بنویسی یا که در کامنت من ذکر ریپیت کردگیم همین چی را لینک میتونی که در چر استودیو بیای صحبت بکنی.
خب اینجا همو کی چی نوم داری؟ خورم همو کامیرا تا میکشتی اگر قبولت میکردم، برای که خیلی نمیتونم یکی. خب خورم سلام علیکم، همو کامیرا تا میکشتی زور نشید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. انشالله که خوبی برادر. الحمدلله خوبه. همو کامیرا تا میکشتی که بو یگان مشکلی نشه بو زیق شوی. نه انشالله یگان مشکلی نمیشه. همین یک سوال با برادر همون عبیدالله داشتم. اوای در سایت باشن یا نه همون کس؟ خیلی بگویا که میفهمم. عبیدالله برادر سلام. یک سوالی من همین که امروز میگوید که مادری توجیک 8-10 فرزند داره، لیکن برای روح آزادی یگان مادرش قربانی یگان فرزندش قربانی نمیکنه. بگذار خودش اگر که مادرش اگر 8 فرزند داشته باشه، خودش یگان وای داشته باشه، یگان فرزندش قربانی کرده باشد، قربانی هم معنیش میدونی؟ همین سوال بود. آیا خودش یگان قربانی؟ این قربانی نیست نه؟ قربانی هم معنیش میدونی چی؟ من میدونم یک نفر میبرو بچه ما آماده همون قربانی ایم، تو میبروی نمیدونم یک اپوی میگو که خر خنده میگیره بزا بوزی بچه نه آخی برادر باید بیست یک نفر زیدی رحمانوف میبره بچه اشکار صحبت میکنه میخواد که بچه برادری من صحبت کرد بردن زندانش کردن، سورا بیزفر چهره قدی صحبت کرد 30 سالش دادن، نسیم جانه بردن 30 سال ترمه. همین قربانی نیست چیه؟ این مقصود قربانی این برادرها کسانی که با چهره برمدن زیدی رحمانوف گپ زدن ناپدید چیدن وایسیدین اودینایف اکاش احسان اودینایف ناپدید چیدگیه. نه این گپ خطوده، این گپ خطوده. یک شما میترسه که گوش کن برادر خطیب روی صحبت کنه با یک مخالف که بگم که طرفداری داره یک حکومت، بگم شما میترسه که بچه الماس من ایام گاز طرفداری ندارم، من خطوگی گپم آدم گفتم خطوگیش گفتم ده وای امروز قربانی گفته با مرگ یک فرزند یک آدم تلا کرد شده. برادر قربانی را از لبای سلام علیکم. و علیکم. قربانی را از دیدگاه لغوی و معنی برای ما تعریف کنید. قربانی از روی دین اسلام قربان کردن، خون ریختن. قربان از دیدگاه لغوی نه شما برادر از دیدگاه قربانی از دیدگاه لغوی معنای لغت چون قربانی چیست؟ این رو برای من تعریف. قربانی از وایم سر دادن، سر وای کردن، سر فرود آوردن، سر چی کردن، سر بوی دادن. ببین تو اون درجه را معرفت و دارای یعنی دانش او قدر پایان است که کلمه قربانی را معناش را نمیدونی. خودت چگونه میتونی برای در حالتی که خودت فهمیش به اون درجه را نمیرسه، چه از دیدگاه دینی چه از دیدگاه دنیوی، یعنی سواد تو درجه را نیست که حتی کلام قربانی را حتی در وقتی که مردم میروند حج مال خود را قربان میکنن، مال خود تا چقدر از اون میگذری، یعنی خودگذری است. خودگذری یعنی از خودگذری چیست؟ از خود گذشتن چی؟ معنی خودگذر چی؟ خودگذر این است که تو نمیخوایی که یعنی که جان دادن؟ نه جان دادن تو ببین وقتی که میرای در یک مثلا اساس جهاد چیست؟ برپا کردن عدالت در روی زمین. در حالتی که تو رفتی عدالت کردی در روی زمین جاری کردی او پیروزی است. اگر در همین راه کشته شدی شهید میشه. اگر هدف فقط شهید شدن باشه و برای بجنگی مرد شهید نمیشه، چون هدف برقراری عدالت در روی زمین است. این یک. وقتی که ما میگیم خودگذری هدف جان دادن نیست، هدف اینه که جان خود را در همون راه دادن است. آیا اینه که تو میشوی نمیشوی، یعنی در این راه تو را زندان میکنن نمیکنن این خودشان. من نمونه مثال میگم.
من سال 2015 وقتی که مسکو برگشتم از ترکیه، در ترکیه سال 15 برگشتم، مقصود ابراهیم به من دعوت کرد که یعنی 15 ینور سال 2015 من از ترکیه برگشتم. مقصود ابراهیم فراوری سازمان جوانان برای یوی تاجیکستان به من دعوت کرد که بیا در خانه من زندگی کنی، من تنها در فلان جا زندگی میکنم. خب خاموش گریخت و همین مقصود ابراهیم من گفتم که از 3 ینور من میام، چون من یک جای دارم ملکت پرداخت کردم تا 3 ینور من باقی میمونم. از روز 3 من میام، روز 20 ینور مقصود ابراهیم از خونش دزدیدن و اگر من این اتاق تو 15 روز نمیداشتم و اگر امر تقدیر نمی بود من همین اجاره همین اتاق 15 روز نمیسپردم و در اونجا نمیموندم و من قربانی همین مسئله میشدم. یعنی مثل مقصود امروز در زندان بودم. این یک. دوم، من سال 2018 رفتم در روسیه، مرا دستگیر کردن ولی با امر تقدیر مرا آزاد کردن. این قربانی نیست؟ میتونستم در جای مقصود ابراهیم وفازی باشم و میتونستم در جای کی بودم جناب دارد سهراب ظفر که از روسیه من سال میزیدن مرا میبردن، من دستگیر شدم. این قربانی از خودش گذشتن است. مادر من هر روز دعوت میشود به اداره پلیس، این قربانی نیست؟ پدر من هر روز دعوت میشود به اداره پلیس، قربانی نیست؟ تمام نزدیکان من امروز در تاجیکستان زیر ظلمن، این قربانی نیست؟ برادر من از روسیه برگشته نمیتواند، یگم کاری نکرده است، فقط اینه که برادر من است نسبتش پرونده کنه، این قربانی نیست؟ قربانی خودگذری است و اساسی خودگذری ای است که تو از همون جان و ملکت میگذری و در راه میبروی. همینه که بورمدی خودش خودگذری است. اونه که تو در اونجا شهید میشه، زندان میشه، میکشند، او دیگه توکل، او دیگه تقدیر الهی است، او دیگه دستی من نیست. اگر باشه پیوستش کن کو صحبت چه میکنه. خب برادری عزیز، شما برادری عزیز، شما از خودتون گذشتگی نکنید. شما اگر که از خودتون میگذاشته اروپا رفته برآمد نمیکرد. برادر من قربان شدم میگه در این. بله صبر کن. صبر کن. من در روسیه بودم، تظاهرات کردم. تمام تظاهرات های من در روسیه هستم. در روسیه تظاهرات کردیم. روز 31 دکتر آخرین تظاهرات، 30 دکتر آخرین تظاهرات ما در نزد سفارت ترکیه و سفارت تاجیکستان در شهر مسکو. بعد از 2018 ماه دکتر من مسکو رفتم، در مسکو دستگیر شدم. 8 ساعت در فرودگاه نگاهم داشتن. بعد از 8 ساعت خب دیگه به امر الهی ما رو زندان نکردن، آزاد می‌کردن. و میتونستن ما رو از اونجا ببرن. این خودش قربانی نیست؟ خودگذری نیست؟ سپردن. پس برای چی گریخته اروپا اومدی؟ تو اخیرا نرفتی. ببین وقتی تو در جنگ میرای همچون یک مجاهد میجنگی و حتما خطا بشکنی، یعنی بکشی. هدف کشتن نیست. البته وای مجاهد که شدی میکشی وای خودتون. هدف کشتن نیست، هدف برقراری عدالت است. وقتی که بار اول خالد بن ولید رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جنگ روان میکنه، سرلشکر نیست. یکم امیر کشته میشود، دوم امیر کشته میشود، اینا 2000 سرباز دارن و در آخر سرلشکری به دست خالد بن ولید میغلطه و خالد بن ولید مردم رو از همون جنگ میگریزونه، میگه که بس جنگ تمام، قفانشینی میکنیم. قفانشینی میکنن، به مدینه میآین و در مدینه همه براشون سنگ میزنن، میگن شما از جنگ گشته، امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم برگردونید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که این کاری که خالد کرد این بهترین کار بود، نجات دادن سرباز از مرگ این بالاتر از اون چیزی است که پیروز چی میشی، سرباز رو میکشی. و خودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت کرد به مدینه، یعنی گریخ از خطر. این معنی رو داره که ما قربانی کردیم، این معنی رو نداره ما خودمون رو بکشیم. وقتی از خطر رو میبینی از خطر خودت رو دور میکنی، این واقعی است، این رو باید بکنی. اگر همون روزی که این حالی هر جایی که برای تاجیکستان نزدیکترین حالت بیاید که ما بریم انقلاب کنیم میریم میکنیم. این مسئله از اون مسئله که خودت میگوی فهمیشد بسیار دوره. برم مثلا برم هر انسانی را که بگو که چیکار کرد میدونه دین اسلام. وقتی که اسماعیل رو میخواستن قربانی کنن چگونه همین قربانی به میون بود؟ خودگذری کرد، آمد کار در گردنش مون، خودگذری کرد ولی رسول همون را قتل کرد، قربانی شموریده شد ولی نکشکو همون را قربانی قبول شد بدون کشتن.
بدون کشتن قربانی قبول شد. چرا؟ ای برادر وای بخشش پیش گپ دو. ای برادر وای همه با امر برادر یک دقیقه پیش گپ دو. یک دقیقه پیش وای برادر وای حضرت یعقوب پیغمبر بود. وای همه با امر خدا بود. خودت کی تو؟ یک سوال. حضرت یعقوب بود و فرزندشو قربانی میکرد. پیوستش کرد. همه مرده که این اکو اگر تو یه هفته بگویی که این با فکرم که با یکمش ای گبزنیاش برادر عزیز حضرت یعقوب امونش سخت نیست. یک دیگه‌مش که امونش یکمش که او سخت نیست. دیگه‌مش که مردک موجه با چهره گبزه است. تو یک آدمی که یک کار کرده است، یک گپای گفته است که تو حق داری که با چهره ببروی گپ بزنی. چون تو با چهره نمیبروی گپ نمیزنی. از رحمان برو با چهره گپ بزن تا پگه نصیحتت می‌کنیم. بیا الماز این گپای شما بهت خطا ده. میدونی برای چی خطا؟ خطا که مردمی که همین نورس و همش این خیل بود همه برای فریب بود. من یگون گر نه حقارت نه یگون جنگ وای نمیکنم. چون چهرهت نشون نمیدی. یک مرتبه در ساعتی که خود تو امروز لبای درست خب قربانی منظوری خودت فقط کشتم ده تو نکشتنت قربانی نبوده. اینه که تو در جنگ میره اشتراک میکنی قربانی فقط بکشن بعد قربانی است. تمام. ایش از جانب خودت و به مفکوره خودت و علم خودت تن دادیم در این مسئله دوم خودت چگونه میبینی همین مسئله که ما باید چیکار کنیم از دید خودت کدام کار ما خطر است اگر خودت که ما خب جون شده خطر میگیره خودت همین مسئله که عین حال در تاجیکستان وجود داره که امکان داره تاجیکستان با خودکامگی مثل مثلا عراق مثل سوریه با یک جنگ شهروندی طولانی مدت تبدیل شود و امکان حتی از بین بردنش است. به خاطر چی؟ چون هر دیکتاتوری هر کشوری که یک حکمران داشته است او عاقبت از بین رفتگی است. خب چیکار کنیم؟ بیا خودت بگو. حالا اینترنت چون اساس که من خارج میشم دیگه اینا چی بگیم چی نگیم. با بچه‌ها صحبت کنیم. نه این آدم نمیشه. خدا نگهبانت نمیفهمه این. نه سلامت باش. خب اینجا برادران گرامی قدر خب اینجا کی بودی؟ یک سوال با عبیدالله برا بچه خیش. خب بیا گگر قبول کنیم بعد دلش میریم. سلام علیکم. خب گگر کراشی نیست اینش یک کلابی. سلام علیکم. با خراسانی خورشید چینم داشتی خیلی بیا بود دیگه همون کامیرا تا یا که کنکریت نه بکشش یا که خیلی نگاه کده یک نفرهایی که مثال طرفداری میکنن نمیدونم یا که بگیم چاپلوسی میکنن آخر اینترنتی درست نداره. الماس همون کامیرا تا بکش سوا و سرت خوبتره. وقتی رو تا الماس که کامیرا تا میکشی یا که چهره قطعی گپ میزنی همون چنین گپ میزنی غیر این صورت خیلی قبول نیست. یک کلابی. سلام علیکم. و علیکم السلام. الماس شد سوزی خوبی سلامتیت خوبه. انا او برنامه گذشتگی نه در اومدم قطعی و خینم کلی ورس که گفتم میگم خیلی خوب که یک مینوت گوش که دیدم خواب نمیکنم گفتم رنگی را قصوری بشی و گاب نزد بعد گرفتی پول یعنی همینجا خارج میکردی یا گفتم خیلی توکلش به خدا اینمی آدم بروما گاب زده است امی برنامه یکم اومد یک برومدگی در برنامه ختم برومدگی این آوازش کانکریت معلومه کیه چیه یا چوپی که توکل چوپش به خدا الماسو ایمو یا ایمان یا مقصد کلوبی به سواد یا خواهش که مقصد نمی کدوم میبرویا همومالی را حمایت میکنه پروست دم خالی ببرور ادکریتا گپ زنه برای نگاه که ما خدم شخصا ما خدم در نمی وحدت باور کنی برای لایک برای نمی کامنتر نویسینم خیلی آدمایی که بسیار دیدم استاتیو 307 اگر نه استاتیو 307 ای حزب قطعی نه اینکه تغییر نه اینکه لایک حزب برای یک لایک در نوجه یا نمود پراورکاشون میکنن یا با یک کامنتر یا نوشتن نوجه 6-7 تا پراورکا دارن هم که مغلو نه خسته اوزی حمایتی
президент акадестан яки бачерай ҷогаӣ ин кора бояд мо бикунем. мо да меарза бугу аму агар гӯш кеста бошӣ акае мақсад хеле ё мард бош ё дар хизмати мард бош. ту ҳам номардӣ ҳам дар хизмати номардӣ. тамом бародари азиз бес я минут алмашо нигоҳ ку ози намура дар бораи қурбонӣ гуфт. ина нигоҳ ку ози президенти тоҷикистона ҳамаи намуди ном як рӯзномаи обши тетрада нома насабшай аммо қадар ку як қурбонӣ кай дар ҳаққи мардуми миллати тоҷик ти як қурбониша бугу гӯш кеста бошӣ ина марҳамат ҷавоб шаба темон ки нама қадар қурбонӣ мегӯй. ина ассалому алайкум. ман нафаҳмидам кия як одаме ки мана карат савол додагӣ буд. бале ана худди худаш анамуай анаму карати гуфтагиай анаму карати гуфтагиай баёдазад. бале анаму одамай и ягон майдаи такштои чера қатиам набро мотра уже мешносемад не ке бароде акай мақсад додари хай ака калонтар метова ина ты биё як ами президент дар ҳаққи миллат як қурбонӣ ка боша тами як таша премер биёр мода. ина ай муборизое ки дар роҳи ҳақ қурбонӣ шидан зиндонӣ шидан ҳамара кард чун президенти як қурбонӣ шаку биёр амиҷа бугу мақсад амиҷа раҳмонов қурбонӣ кардагиай соли 92 ра пеши рӯ наё соли 90 асри кунааю фақат ами асри 21 ша биёр бугу. шунавидестаям ё не овозат гум шид микрофон такштагӣ хоб ин мефаҳмам навай накард. хоб иҷа кия ноги дод рафт гага баъди гага одил. хоб бародари кулоби худо нигаҳбон ӯ бача нест тамо и амуа такшон аму каратае гап нест худо нигаҳбон. хоб бародари азиз ин гага салому алайкум гага бифармоед баъди гага ба одил. хоб одил бой салому алайкум. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату. خیلی خوشحالم برنامه رو امروز کم تر دیرتر سر دادم با همون مثال آمادگیش میام اشتراک میکنم. چی گفتنیم همه برادر عبیدالله خیلی سخنای ها خوب میگه. مقصد همون برادر عبیدالله همین است که مثال کسی که پشت اکران پرده باشه باید ما با چهرهمون بریم همجا اشتراک کنیم گپ بزنیم. برمدن یگان ایجاد صحبت کردن نه وقتی برمدن صحبت کردن گذشته وقتی یگان کار کردن اومده ما من این همه برنامه که رسیدم صحبت کردم من 3 نفر یک ناحیه ندارم که یگان کار ده همون بگیم یگان شهر ناحیه یگان مثال صورت رحمانوف بگیم که بروند صورت خوب بزنن یا که نمیدونم کرستش بزنن یا که بکنن بپرتوینش. ما میخوایم که پشت پرده نفرهای باشه که این کارا عبدالخلیل اکمون آدمایی که باشن در دروغ میشه که هم کار کنن. بله آدمایی که باشن ما که درو بیرونیم ده که ما چیکار باشن در تریتوری روسیسکی فدراسیون چی گفتم просто داو برنامه‌ش همو گپ گفتگیش که بود то есть کسی که در پشت پرده گپ در پشت اکران گپ باید ببرین با چهرهاتون گپ بزنین. هم کاری که هست که مثال چیکار بگم پشت پرده برادر عزیز راست شما هم به فکر نمیدونم مردم یا که من چند باشید میگم برادر عبیدالله که ادبی گپ نزنم که خیلی رنگ من صحبت کنم نه فهمیدم گپوشا وای همون گپوشا فهمیدم من بعضی سخن‌ها رو نمیفهمم. هم برادر یگان گپی سخت نگفته. نه همون گپ سخت نیست. هم خگو که ما باید مثلا دائمی رو هستیم کلاب کردنی باشیم دائمی رو هستیم نباید در پشت اکران در پشت پرده گپ زده شود. ما باید این مثال که قربانی کنیم که ما فهمیدم گپای همشون توش تو مثلا گپ میزنم چخیل باشه مدنی bez مدنی همه گپاش ما فهمیدم. امروز موضوع درباره چی رفته در این برنامه؟
موضوع درباره چی موضوع درباره همه چیم با فکرم. بله ما همین باید هر چیز زودتر مردم بگیم که جمع بشیم. این هیچ چیزای موضوعی من نمی هر روز من برنامه من همینه که من میخوام که مردم مهاجر مخالف نمیدونم در داخل بودگی باید ما سر یک مسئله بیاییم. اگر نمیاییم باور کنید دیگه همین خیر رفتن میگیره. این رحمان فعالی بچه‌ش هم میمونه بعدی بچه‌ش با نبیرش میویه. اگر شما همین خیر بخواهید مرحمت یگان مشکلی نیست. درست منم یک تا یک وقت مبارزه من میبینم که مردم اگر تیار است داوشی میرم ببینم که مردم بگن که برای 750 نفر تماشا داره ما بگیم که 200 دانه لایک میگیم که بمونه زیاد نه 200 دانه بمونه پیدا نمیکنیم مثلا 200 نفر 700 نفر значит طرفدار رحمانوفن یا که نمیدونم چاپلوسن یا که یگان چیز هستن که مثلا دستگیری نمیکنن. وقتی دستگیری نکنن من چی مثال بگیم که 5 ساعت بگیم که در اینجا در برنامه بشینیم برادر عزیز. من برنامه بیا یگان کار بکنیم. برادر برنامه کمی تلفن 750 نفر روز تماشا داره. اگر من 500 دانه لایک همین 700 تا بگیرم کو من уже میدونم که ما سر یه مسئله اومده میتونیم. باور بکنید نفرها بیننده ها زیاده نه که بگیم که طرفدار کمه. بیننده هم مردم فقط تماشا میکنن که کوچی گپ میشیده باشه. هیچ گپ نمیشه اگر شما در اون بشینید ما رو تماشا بکنید یگان گپ نمیشه. و این رقمای بیگوش اشتراک دارن کو زنگ میزنه سلام علیکم برادر عزیز ما خطی شماییم انا اوچین مسریه مسئله میایم یگان کار میکنیم. تا وقتی که زنگ نمیزنه نمیپیونده با ما این هم میگرده شما در اونجا ما در اینجا خلاص. اوزی همینجا چند آدم تماشا داره همین برنامه‌ای که مخالفایی که میبرن دائمی اجتماعی که برنامه‌ای که میبرن هر هفته همیارا где-то یا 80-90% همش هم مهاجرات تماشا میکنن. باور کده برادر عزیز هازی یوتیوب بگن که مردم ای چه مای روسیه داد ای تاجیکستان مردم زیاد تماشابین زیاد ای برای که استاتستیکا یوتیوب همین چیزا نشون میده که مثال ای تاجیکستان زیاد ای ترکیه میکنن قزاقستان تماشا میکنن ای اروپا تماشا میکنن نه که ای روسیه کم ای برای که چلیز وی پی ان مردم خیلی درمدانش. خب ай Тоҷикистон вақте ки вика бисёр боша барои чӣ қапа нагани тарз дорад аз метарсам мардуми тоҷикистон лайк намемонанд мардуми тоҷикистон тамошо мекунанд бале мефаҳмам бароиш ки тарз чӣ мегӯям ки ҷони ширин аст не ки мефаҳмам ҳамин тарса то чанде ки ҳамин тарса гирифтан ҳамин қабад чӣ бугум ҳамин хе рафтанда одам беномус меша вақте ки слишком тарсончак шид вақте тарса ҳама чӣ мисол як ҷо ҳаст ки тамошо куда мекунед як ҷо ҳаст ки тамошо куда چند نفر دیگه است همینا قبول کنیم. چی گفتی؟ مایل خب اینجا کی بود؟ موسفید بعد برادر محمد تقایف. خب موسفید سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تمام شنونده ها و الماس شما بم گپ در سر همین که بچه ها بسیار هم منطقاً هم سواتاً خطای بسیار میکنید هم مخالفا هم طرفداران حکومت خطای بسیار میکنید. پیش از آن که یک سوادناکی خودتان نشون دهید اول فکر کنید. همون کی هم گشت گفت درست همین حاضر دوای کسادگی این مردک هم درست. وقتی که ما قربانی را از خودکشی فرق نمیکنیم این بسیار عیب کلان برای مسلمان. قربانی این همین یک مغز دهان تونه به یگان کستید قربانی می شود. مغز دهان تونه اگر نخورده به یگان کستید قربانی می شود. اگر خودتونه به دام علاب اندازید این خودکشی می شود. اینا از خاطر نبرارد وای شخصی که سوال داد قربانی میکن خودی هویدالله چهره کشاد که برایت گفتنش این قربانی نمیشود. این هم خطای کلان. شما دستگیر میکنند هر بلا و گرفتار میکنند. برای امین به چهره کشاد نبراید. آن شخصی که مبارزه میبرد مبارزه برساد است. وقتی که
کوسه به کاوجک راست آمد بعد کوسه یا میشکند یا کاوجک میشکند تو وای حالا خودتون شکست ندید به دست نقاپونید همش نقض میشود انشاءالله پیش میروید بعد پیش از صحبت کردن من سوادناکم گفته هر گپه خطا کرده هر مردم به هر طرف بردنی وایدلای هم نادرسته همین چاپروزی که بر اومد نامی ویم حرفی ه بود ویم خطا اول سواد آموختن در کار یک دانه کاشتن به وقت صرف کنید و همینه برای خیریه در یک زمین یک دانه قربانی کرده کارید همون قربانی یک روزتون یک ثانیه یک مینوتونه برای مردم قربان کنید یک کاری تازه کنید همون قربانی انا همین اگر به دامی علاب به تیر به توف یا یگان کاری بیهوده که خودتون اگر به یگان دفاع یگان چیز این تصادفاً می شود اگر شما حقیقت به میدان جنگ رفتادید تصادفاً یک تیر آمده زد شما برای از روی حقیقت برای عدالت رفتادید شما قربان شدید حتما قربان شدید لیکن به هدف این قربان نمی شود این خودکشی می شود خودکشی از همه گناهی عظیمترین می شود برای همین خودتون هم حمایه کنید هم مبارزتون برای عدالت برای همین مردم دعوت نکنید که روی چهره کشادت که تی برای گفته این مردمی که شما چهره کشادت خودی عبیدالله گفته است که دادرم گریخته میگردد دادرش پدرش خبر گیری نمیتوند هدف از وای گریختنی وای قربانی نمیشود وای پدرم انتظار تا دوری مردنشه فرزنده یک راهش یافتن نگاه بکنید ما همون انسان همه برای با چهرهش صحبت نمیکنه و مثال ما را میگه که شما قربانی نیستی ای بچه چه ای قضیات قربانی نمیشه و حاضر اگر رحمان دستش برسه من نمیگیرم برای 30 سال ترمه مینم یا که همین حاضر صحبتی که کرسادیم مثال شما پره اکو قرباشی بود در دوره ریولوسی قرباشی بود قرباشی معناش من شما بگویم همین هدف قرباشی گفته و یگان ریولوسیونر موندگیش نه قرباشی گفته خودی همون انسان هایی که مبارزه برای ریولوسی کردند انا همون ها گفتند که این کلمه ترکی من سرم را قربانی همین دفاع همین چی میکنم که در سریدنی آسیا در همون چی میان زمین عرف و عادت ها گم نشود برای انا همین من مبارزه میبرم که در همینجا ریولوسیا نشود و ما پایمال دیگر همین ریولوسیا همین طرفدارای حکومت سوویتی کردن در حقیقت دین ما نابود شد بعضی بچه های داملاهای کلان گشتن کمونیست شدن اتئیسم علمی نوشتن زبان خودشون را گم کردن انا همین 2 روز پیش یک تتر نزدی من میبید حرف ق گفتن نمیتوند غ گفتن نمیتوند من الله اکبر میشد گفت من گفتم نه این خیلی نمیشد الله اکبر میشد بعد قطعی من وای کرد بر اومد رفت تتری دیگر اومد از من عذر معذر پرسید که حقیقت در زیر ظلمی 100 ساله زبان گم کرده چونکه زبان تتری زبان ترکی ق هم است غ هم است قاف قاف همه این حرفا در تترا هست لیکن زیر مستملکه روس همین زبانشون گم شد انا همین چیز نشود گفته در سریدنی آسیا همون منقیت های همین ازبک زبان قرباشی شدن یعنی اینکه سرمایه ما قربان میکنیم مبارزه میبریم گفتن انا میگوید که قربانی میگوید فهمیدید و دفاع کردن همون این همه کی اومد همه بچه چیون داره
خورمبای در اومد. در همون خورمبای اگر طرفداری چی باشندم حکومت باشندم یه ریزگی سواد آموزن یه ریزگی کتاب آموزن. این مردک سرود ملی گفتمش چون کی خونده؟ نفهمیدم. همین خورم که آج هم برآمد همین سوال کرد همیشه من همین نوارش در همین بگیم یوتیوب کانال من هست، من گفتگیشم که سرود ملی بخون چون چی میخونم مقصد که هم سرود ملیه که بگیم طرفداری همون حکومت های همون سرود ملی همون نمیدونم. خیر اکنون اینجا بسیار اشتباه از طرف های همه ماهای مسلمان های هم بسیار میشود. ما خدا ما مسلمان میگیریم، ما خدا ما باید مسلمان نگیریم. ما مسلمان بودن ما خدا باید شناسد. یکم خدا نشناسد من مسلمان نمیشوم. من مسلمانم گفته بلند گپ زدن در کار نه یا دفاع کرده از مسلمانگری یک کس از راه بیراه کردن من درست نه. باید تاجیکستان مردم آزاد باشند. اینا فهمیده گیرید. هر یک شخصی که آداب مسلمان همین که اگر ما از روی آداب خدا ما رفتار کنیم ممکن که دیگر آدم ها پیروی ما میکنن. یک سوال دیگر به من به میان اومدگی بود. من همین سوال به آدم برگشته گفتم. من گفتم همین من طهارت میکنم یک روز به 5 مرتبه هم 6 مرتبه هم تا 7 مرتبه هم طهارت میکنم. حتما گفتم من مستو میکنم. تو چند روز مستو در چند روز یک بار مستو میکنی؟ و گفت که من اگر ورنه درویم یا بانیه روم مستو میکنم. من گفتم انا رحمت فرق منو تو در انا همین. برای انا همین اگر رفتار مسلمانی ما بینند حتما دیگر چیزا به ما مناسبت کنند خودشان مسلمان شده میروند انشاءالله. یگان کس شما مجبور نکنید انشاءالله میشود. لیکن تو مسلمان نیستی گفتن حق ندارد. در سوره 70 به فکرم چی بقره به اومسود است که هیچ کس حق ندارد باید که راه نیکی که تیوه کرده نکن که تمام انشاءالله که فهمیدم. آقا باور که ایجاد یک نفر در واتساپ زنگ زده همین میخوایم قبول بکنیم. قبول کنید مالی خطا گپ نزنید که به سواتی تاجیکای بسیار با پیش میبرید. ما تاجیکا آدمای با سواد بودیم. تمام همین انشاءالله که اما طرفه یک گپ میگفتم بس فکر کردن نکن کدام طرفش به کدام طرف درست می آید. انا همین گپ زنید دیگه روکتی من ولی اگر خواهید برارید نخواهید بیستم جواب میدم. بله شما همجا بیسته انشالله که همین مردک در واتساپ زنگ زده. سلام علیکم. واتساپ ما رو میشنوه؟ و علیکم سلام. بله بفرمایید. بله بفرمایید. چیکار کردید شما دیگه نتونسته در اینجا وارد بشه؟ استودیو نمیشه میگرم через استودیو через فیسبوک دیدم سرخط کامپیوتر میگره вообще امکانی پذیر در اومدن вообще امکانی نیستم دوباره با حضور میذارم همه کامپیوتر میچخدم میذارم حاضر نیستم امکانی عموما نیست. ای چیزی هست نه که چند نفر از روسیه همین گفتن که نمیشه و خیلی خینه در اومدن через نواشی محمد اقبال دیگر روز با حضور میدارم چون میدارم که کبوتر یکون گرم سرخط نیست همش کبوتر کوبر جخدا میرم میرم چی پریام استودیو داخل استودیو. خب موضوع درباره چی است که نمی‌کنم تماشا کنم؟ نه ما درباره همین سرجمعی ملت صحبت داریم. ما می‌خوایم که مردم در همین رقم ما زنگ بزنن صحبت بکنیم سر یک مسئله بیاییم. اگر مردم میخواهند که یگان دیگرگونی بشه باید ما سرجم بشیم یگان دیگرگونی بکنیم. اگر مردم نمیخواهند دیگه ما همون یک مدت من وقت دارم که مبارزه ببرم. میبینیم که مردم بگم که دستگیری نمیکنن مردم نمیدونم قطعی ما نیست
دیگه توکلتون به خدا، من زندگیم خوبه، میرم دیگه پس زندگی میشم. به همین خاطر که وقت جدا میکنیم، میگیم که بیای یگان کار بکنیم. من برای خدمت کردم، چیزی آرزو داشتم، به آرزوام رسیدگیم. من میخوام که همه رنگی من زندگی داشته باشه. بله بفرمایید. هیچ وقت ناامید نشم. راست که مردم نمیخواد بیا ما پیش زندگی میشم، میگم که این علامت ناامیدی. نه من ناامید نیستم، من میدونم که چند مردم به من زنگ میزنن. تمام. این معنای ناامیدی است. من نمیگم که تو خطا کردی شدی، راست کمتر جوان است، از من جوان هستی، من ممکن یخیر را اشتباه میکنم. ناامیدی را یکون گرم به زبان نگیریم. ما همه وقت بگیم که مردم ما انشاءالله که فرزندای سلمان فارس است، ما البته ما با امید هستیم. ناامید هیچ وقت نمیشویم. ناامید این نعمت شیطان است، بگذار که ناامیدی را شیطان خودش بخوره است. رزق شیطان است ناامیدی. ما ناامید هیچ وقت نمیشویم، ما با امید هستیم. در اینجا ما باید برای سرجامی گفتیم دو کردوی همش 100% است. اینجا را حاضر 99% مردم توجیک و توجیکستانی ها، فرق نیست چی ملت باشد، ازبک هم هستن، توجیک هم هستن، توجیکستانی ها، همه آنها یک شیر نر میخوان که شیر نر باشد که همه را سرجام کنند. بله. انا معما در بجا در بیدار شوی نه 55 بار بیدار شده، گشته خوب کرده با از سر نو بیدار شده، تواره از کرده نماز بامداد خود با از دیگر خوب رفته بیدار شده. مردم که بیدار شدن بیدار شده، هیچ وقت مردم ها تنقید کردن در کار نیست که مردم خوب های مردم بیدار، مردم 100% بیدار های یک شیر نر در قرآتی همه را سرجام کنند. نخو همین قشر اینا رو همین قادمان ببرن گپ میزنن یک تاش. نخو محمد اقبال محقل تو نباشه، نخو کبیری محقل تو نباشه، نخو اشروف محقل تو نباشه، نخو همین قم مخالفایی که گپ میخواید من کلم بزبم و گفت شما دیگر رو بگم که باید میده سازن چی با مردم و یک کسی انتخاب نمیکنن. ایزد امان بود این آدم ها بودن، من نمیدونم پراست نکو همون پیشنهاد خواهش میکنم میکردی که چه بکنیم که همون تالچوکا بکنیم. اینم من آماده هم که همون تالچوکا بکنم. چه باید همون تالچوکا بکنیم؟ برای تالچوک کردن در اینجا ریچت هستن. میدونه ریچت چی هست؟ ریچکی سکور هست، ریچکی تورم هست، ریچکی گاز هست. میدونه؟ بله. همه ریچت میدونه که میجیقه میجیقه دیگه آدم در کار است که همه گاز رو میجیقه ماشین تیز میره، تورم رو میجیقه ماشین میستد، ریچت رو میکشی، یکم سکورش، دویم سکورش، پانیم سکورش میزنی مثال. همه ریچت همه ریچت ها در دستی چیو آوا قدرت نه نواشی هم بقولم پرورو دادا شو همه ریچت رو ما باید چی کنیم برها کنیم از کو شو همه ریچت رو کار نکنم. من نیسته یه ریچت خودشون کردیم برن استفاده بوده زودن. ما این ریچت ها را باید انخیل کنیم که واقعی کار نکنم از این ریچت ها. برای این اگر از ما یک چیز را گویم نگویم 99% مردم دیگر خیل می‌آمد. من نمیخوام چیز رو گفتم برای که من نمیخوام که مردم دیگر خیل آمد. ما باید همه برزید همه ریچاکو برای همون ریچاکو را نفهمیده مخی. درباره همون ریچاکو میگفتی که ریچاکو کیان که ما رحمان فبوم نمیاکم درباره همون ریچاکو بریم که ریچاکو نه اون کس نرسه مثلا سم گاز تورمز سکوریست باشه. ریچاک هم کدام دولت که یکم بگیم سری روی همون ریچاک بگیریم که بعد بریم با سید رحمان. ما اگر نه مایده هم اومده سیا نه همین مای 3000 توجیک با 3000 توجیک و سوالات رو آوردیم. تو مرا گوش کردی یا نه؟ بله. آمد
Agum 9 мая праздникаем, بعد از 3-4 روز. 9 مای. همیشه یک ریشه یک پاداک کنیم برای 9 مای 80 سالگی غلبه. این غلبه بزرگ است، لیکن باید پاداک کنیم. یک آواز ما رو نشان دهیم، چی بزنیم ما رو خودمون نشان دهیم. من میخوام که در روز غلبه یک نشان میدادیم، یکی متاسفانه همون نفره که من ایجا نمیتونم اگر با کامپیوتر بشوه با فیسبوک و با یوتیوب و با تیک توک من نکنم میکوره نکی باید این آدمای در داخل بده. من میگم که من 3 نفر یک ناحیه ندارم آدمی که بگیم که یگان کار بکنن، تنها هم صحبت میکنیم خلاص. من خیلی کادر تیار بکنم، اگر من زیاد برنامه ها دارم که بگیم که هم کارا میکنم که دیگه رحمانوف میمونه میگریزه. من دعوت نگاه کرده برادر عزیز، من دعوت دارم که برادر عزیز خواهش میکنین در رقم تلفن ما بنویسه، در وارد استودیو باشه، فکر نظرهاتون بگه، بیای سر یک مسئله بیایم یگان کار بکنیم. اگر نه دیگر بگیم که خیلی دیگه توکلتون به خدا. ما بگیم که برنامه را 2 ساعت گذشت، من گفتم که دیگه ایس پس 2 ساعت صحبت میکنیم. خب ریولوشنر خدا نگهبان راستیش من گفتم 2 ساعت برنامه میکنیم، که 2.5 ساعت چی 1-2 نفر دیگه در استودیو اینا قبول میکنم، بگیم که خداحافظی میکنیم. سلامت باشی برادران احمد، خدا نگهبان باشد. انشاءالله در ترکستان آب میخوره. تمام گپ نیست. خدا نگهبان. خب خدا نگهبان. سلام علیکم. خب برادران گرامی قدر، خواهش میکنیم همینجا چینون داره ما را 600 نفر تماشا داره، خواهش میکنیم که لایکاتون رو بگذاره، ابونه بشه برادرای عزیز، نوارا بیار و دوستاتون بفرسته. رقمای واتساپ ما در بگیم که زیر نوار اینمی بیگوش استراکه هست، میتونه که بزنگی زنگ بزنه، تلفن بکنه، انشاءالله سر یک مسئله بیایم. بعد خواهش میکنم که بنویسه که برادر عزیز چندان ما لایک داریم، 600 چند نفر تماشابین ما چندان لایک داریم. خواهش میکنیم بنویسه که چندان لایک داریم. خب اینجا چند نفر کامنت میکنه، 155 دونه لایک، 600 نفر. برادران عزیز دیگه راستش دیگه نمیخوام که برنامه را طولانی بکنم، برای که وقت دستگیری را نمیبینی و دیگه بگیم که میگوی بیا کنار بمونم. اگر بخواهی که برنامه با دلش دوام بتیه برادر عزیز بگذاره لایکاتون میریم، غیر این صورت ما در نمازی شام شده سده همیتا جمع آوری میکنیم. خدا حافظ. خب یک چند دقیقه ده برادر عزیز نمجه ده 3 دقیقه ده اگر ما 200 دونه لایک کنیم، من بگیم که چند برادر ها هستن قبول میکنیم، اینو صحبت میکنن، من نماز هم میخونم، میون با چند ساعت دیگه انشالله که میشنیم صحبت میکنیم. اگر در 2-3 دقیقه ما بتونیم 200 دونه لایک کرده، من میفهمم که بگیم که ما میتونیم که یگان کار بکنیم، در برنامه بسیارتر برنامه میبریم، میستیم با مردم بسیار صحبت میکنیم. غیر این صورت دیگه من میخوام که 2 ساعتی صحبت بکنیم خلاص، برای که خسته کننده است وقتی که بگیم که یک گپ ما پافتور میگیم، دیگه گپای نیست که نو باشن، مردم بیای سرجم بشن. 20 سال پیش هم گپا میگفتن مردم، این گپای نیستن که من خودم پیش خودم برآورده باشم، این گپا بگیم کلان ها گفتگی بدن. ما داریم بگیم که هر روز پافتور گپ زدن دیگه برای مردم اینترست نیست، بگیم نمیشه. به همین خاطر اگر بگیم که ما را دستگیری بکنین، خب
بگیم که برنامه دوام میتیم. اگر بینیم که نه مرای 650 700 نفر تماشا میکنه، بگیم که ما 200 دونه لایک کردن نمیتوانیم، بعد دیگه چه من بشینیم و صحبت بکنیم دلش. برادر عزیز هر چی بگیم همو لبای برنامه همو بگیم که برنامه های خود چه داره، چه خیل بکنیم. ابونامکی میگه 100% نمکی پشیمون شده. نه برادر عزیز، من یگان چی پشیمون نیستم. من الحمدلله به خدا 100% من یگان محل من سر در پیش ظالم خم کردگی نیستم، این خمم نخواهم کرد. من یگان چی پشیمون نیستم. من چیزی برای خودم خواستم کردم. من میخوام که مردم زندگی خوب داشته باشه. اگر مردم همین چیزی که امروز هست همین چیزا قبول داره، دیگه توکلش به خدا. من دیگه یگان چی نمیگم. خب خوش میکنیم یه بار دیگه هم نفرایی که هستی بنویسه که چندون هم لایک داریم. 200 دونه نباشه خدا نگهبان تو. اگر 200 دونه باشه بگیم اینجا نفرها زیادن در استودیو قبول میکنیم، بگیم که صحبت میکنیم. خب برادران عزیز همینجا نویسته بکنین که ما چند دونه لایک داریم در همین برنامه. ما را 650 نفر تماشا داره، بگیم که ما چند دونه لایک داریم. خب 150 تا 160 تا برادران عزیز نگاه کنید، 600 چند نفر ما بگیم که 160 دونه میگه لایک داریم. ما 200 دونه نتونستیم کرده. در 3 دقیقه پیش من گفتم که برادر عزیز اگر ما بتونیم 200 دونه لایک کرده برنامه دوام میتیم. значит بگیم که مردم نمیخواه. به همین خاطر خدا نگهبانتون مردم تا برنامه آینده است. بس من میخوام که 2 ساعت برنامه بشه، دیگه طولانیش نمیکنیم، برای که نوزی 2.5 ساعت چید همین بیایم تره برگه قبول کنم. یکی یکون چی میگوی؟ خب خورم алло алмазҷон бахшиши зиёд ман камтар хато кардам. ҳазрати иброҳим фарзандаша қурбонӣ карда буд, камтар акуда ҳаяҷон будам. баъд бо кимчи хел бо бади ман суҳбато шуд ки ин савол дода буд, вай дода буд, ин кимчи буд карда буд. не ман вай дига будам. хоб медонӣ чӣ писани ҳамун убайдулло ҳамун убайдулло сухангӯи вай ку барномаи 24 гурӯҳи 24 ҳам сухангӯи чӣ ман намедонам. ҳамун одаме ки мисол навози вай ман ба савол буд ки луғавӣ қурбонӣ чӣ мешавӣ, вай чӣ мешавад. вай ҳамин хел буд. мисол вай қурбонӣ нест, вай фирорияй, вай асирай. ана он роҳбари гурӯҳи 24 ҳам асирай, вай қурбонӣ нест. فهمیدم برادر عزیز تمام. بگم که خودگذری نیست. همین شما نمیتونه که با چهره صحبت کنه که مثال طرفداری حکومت میکنه، داشته میترسه که خدا نکنه که همین حکومت او قبول باوریش نداره با نبره ظلم بکنه. به همین خاطر شما لااقل با چهره صحبت کردن نکنه. مردم ما تجاوز فکر میکنه که همین فلان کردن تجاوزه، یا که قربانی فقط همین کلا گرفتن قربانی های. بچه در زیر قربانی هزار چیز مردک برماد بره. با کی میگم من اخی؟ استغفرالله. خب برادر محمد تقایف جورا خیبیو، سلام علیکم برادر عزیز. آخری برنامه
اگر یگان چیز گفتنی باشه خداحافظی میکنم. باور که تمام بگیم که شام شید. و علیکم السلام. چقدر شما خوب هسته؟ تشکر برادر عزیز. انشالله کارتا میگیریم. منم وقت ندارم، باید یک جورا موزی فریاد کردیم. و برادر ریولوشنیر میگویم ما در تاجیکستان و میخوریم. سبحان الله، شما چی گوتاسته؟ دیگه جا باید ما جمع شویم. اونجا با وا خورده بعد تاجیکستان در اومدن در کار. تاجیکستان خیلی نامردی میشه برادر جان. همه انشاءالله رحمان روز ساعت بیو همه هیکی گفتیم باید همه تیاری مینه برای برگشتن با سری بلند. انشاءالله رحمان روزا خیلی نزدیک است. ما خیلی خبرهای خوش شنیدیم امروز، صحبتهای گرم داشتیم. اکنون اینجا با نمیگویم رحمانوف و اطرافیانش فهمن، نه که بهترین صحبت ها بود. خداتان شاهد میشویتان، نوارها نشر میشود، پخش میشود انشاءالله رحمان. همه خبرهای بهترین رو مردم شریف تاجیک دسترس میکنن انشاءالله. بعد گفتنی هم که الماس برادر همون آدمایی که سراسیمه بودن حالی همونا گم شدگی هم، من نمیدونم کجا رفتگی همونا. سبحان الله. یا بزرگ رحمانو بودن که همین ما باید اون چی میگرفتن اینفرماسیا نتونستن آخی شیرای نرفتن. با همین خاطر باور کنه من همون طرز گپ زنیاشون میفهمیدم دیگه همونایا. باور کنه یک گپایی میزدن که همین کو اکون دروش نمیکشته تلفنی او خوب یادم میگیری فهمیده. گپ میزدن و گپ میزدن حالی یک منت وقت ندارم برو گپ زنن که برادر محمد تقایف گپ نیست ما تیاریم اوتا. همش فرار کردن. جا معلوم شد که همش اونا بوز بودن، همش دوز بودن، همش سبحان الله یک خبربر بودن که کنی بینیم همینا چی وای دارن اوتا، چی عقیده دارن و چی. نفرها زیاد صحبت میکنن. منم بگیم که خیلی نفر ولی پیدا نکردم که برادر عزیز ما قطیته مینه اومده ایم بیا میریم اینه در فلان جا و میخریم. خیلی نفر واخوردن اونا در کار نیست برادر، واخوردن اونا با ما در کار نیست. یکی بخشش بعد یکی من همون گفتم یک نوارم بکی همونجا جکن نامری من پیدا میشه زنگ زنه. چند نفر رو زنگ زدن در تاجیکستان، زنگ زدن اروپا، زنگ زدن ویدیو کتی زنگ زدن به خدا همشون ویدیو کتی زنگ زدن. یکان تا وای نبود به ویدیو صحبت کردم. بچه ها گفتن که ما تیاریم. وای آدمایی که سراسیمه بودن یک سال نیم سال پیش وقتی که من دعوت میکردم که تنها راه خلاصی مادر و خواهر زنی تاجیک از تگ دست رحمانوف پلید با زور سلاح، دیگر یگان راه کتی اینا ما یک بار کرده نمیتونیم. یا انا اورا میدارم بودن در شما کتی کین و یا کین و یا چیان، نکی من یگان گپ نمیگوتم اونا با فهمیده. همه قضاورا میکردم من نمیگوتم، من میگوتم که میفهمه روی ساعتش بیون میفهمه. یا دقیقه برادر عزیزم جا یک نفر نویسته که الماس ترام دیکتاتوری بیچاره حال حکومت نگرده چکر دیکتاتور شرط میگه میمونی میگه ترام دیکتاتوری که شرط میمونی. برادر عزیز من شرط دارم، اگر همون شرطان بشوان یگان کار میکنم. اگر ببینم نمیشوه من این دیکتاتور نیستم. من ببینم که همون کارو میشه یگان کار کرده میتونم بگم فلان روز ما در تاجیکستان یگان انقلاب یا که بگیم که رحمانوف صورت یگان کار میکنیم یا که یگان رسانه ده یگان صداهای ما پخش میشه یگان چیز من بگم که این کارو من میکنم. وقتی که ببینم که نیست یگان کس نمیکنه من چقدر دیکتاتورم. من نگفتم که رحمانوف که من میلیون آدم دارم، من میلیون تر یگان کس ندارم. من میخوام که پیدا بکنم برام یگان کار بکنم. نه چیز هدفی من نه که من راستی اهمیت دادم کو نیستن جوان مردایی که در حقیقت میخوان که
тоҷикистон озод кунанд каман бародар, фаҳмидед? Каман ё ҳоле хабардор нашуданд, фаҳмидед? ба умеди одамое ки мо халос мекунему, мо бо шумое мегуфтанд, инҳо ба ман умуман дасти дилимо шуштанд. ха иншоаллоҳ раҳмон бо дар оянда дар пахшҳои мустақим мебуроем, суҳбат мекунем. ба фикрам шумо вақтатон танг аст бародар. дар амони Аллоҳ, мардуми шарифи тоҷик иншоаллоҳ раҳмон пирӯзӣ бешак наздик аст. шумо парво накунед. Фақат ғайюру ҷасуру нотарс бояд шудан кор. дар ҳамин дунёи дусерӯза тарсидану субҳаналлоҳ бо сари хам ин оламро падруд гуфтан, ин як номардӣ аст. натарсем ҳамватанони азиз. ман даъват намекунам биро чеҳра кашидӣ бо ман суҳбат кун. ман ин гапа ҳаргиз ва ҳаргиз намегӯям. касе ки ҳамин бовар кард худаш занг зад, видеовизо ҷавоб додам, суҳбат кардем. касе ки аудиовизо занг зад, суҳбат кардем. намедонам ва ё киянд. бовар мекунед? ба ҳамин хотир натарсетон. фақат шумо аз Аллоҳ битарсон ҳамватанони азиз. ҳамин шумо ҳама фикратона, ҳама муҳаббататона ба Аллоҳ якка ва ягона кунед, тамом. ва на аз раҳмонов метарсед шумо дигар, на аз дигару дигар, на аз бузмакфу, на аз хукмакфу. танҳо тарс шумо ҳамон Аллоҳ ба мешавад, тамом. дигар ягон тарс вуҷуди шумо ба тарс мегурезад. чӣ ки аъузу биллоҳи мина шайтони раҷим мегӯи шайтон фирор мекунад, тарсам анамихе мешавад. ҳамватанони азиз, натарсен. субҳаналлоҳ, ин дунёи дустури заба. натарсен. фақат бояд мо якдаст шавем, ҷавонмардои ҳақиқӣ ва ҷавонмардое ки ака мо ин ту мекунем, мо он ту мекунем. шумо равем паси кортон, ба ҳамон шаурмаи чарида гарден, дута сета аҷоимонам хӯрен. хафа нашавену. ин хелин кати шумо умуман на мубориза бурда мешаду, на раҳмонова гирифта мешад. неки 200 марди ҷангӣ иншоаллоҳ раҳмон беҳ аз 100 000 ина Аллоҳи меҳрубон туғри мекунад. ина худованд туғри мекунад. ман ниёз надорам видеовизови шумо ба ю занг задани шумо ба ю фиребу тақале ки мо бо шумоем гуфта имрӯз ҳама даф шудагед, ҳатто блок ҳам мондаги ҳастен. мо ниёз надорем. мо танҳо аламу ҷавонмардое ки ниёз дорем ки онҳо худошон ба амри Аллоҳ пайдо мешаванд. онҳо худашон моя суроғ мекунанд, мегӯянд бародар ман фалонӣ, ман дар бари туям гуфтам. мо ҳеҷ гоҳ одам ҷамъ накардем. мо фақат даъват кардем ки бародаро, мехоҳем ки сарзамини Тоҷикистонро раҳо кунем. мехоҳӣ ҳамватани азиз, э шери Аллоҳ, э шермарди тоҷик, фардо баъди сарнагунии Раҳмонов туро дар Тоҷикистон агар занад, дар ҳамон хона тарафат нигаҳ карда ягон гапи паст назанад ки ту мардак набудӣ ки омади моя наҷот надодӣ, дигарон омадан наҷот додан гуфта, ҳамин корро накунӣ. бояд ту бедор шавӣ. бояд ҳамакаса мо аҳлу байтамоя наҷот диҳем аз таги дасти ин таҷовузгарои ҳаромзодаҳои нотоҷики палиди модарбахатоҳо. ҳамватанони азиз, натарсем. ман бори дигар такрор мекунам, тарси шумо фардо духтарчаҳои шумо ото авлоди шуморо ба пастӣ мерасонад. фаҳмиде? раҳмонов ба куҷо моя бурда расондааст? тамоми раққосаҳои иҷозат додааст, тамоми духтаракҳои бахшиш фалоношона ном мегирану тамоми эфиро ба гам мезананд, онҳоро иҷозат додааст. тамоми чоплусҳои арақхӯрию сараша замин бомуда поҳо даъво рақскунию инҳои иҷозат додааст. гирди вай ба духтарчаҳои шумо агар дурӯғ гӯям, гӯям паданала дурӯғ мегӯӣ. зан рақси ҳамин девона навис ҳамин ютуб духтароту ҳамун ҷаноту ҳамаи шиносам унҷа ба ки дар гирди онҳо ояндаи онҳо фардо чӣ мешавад. ту агар мардак бошӣ, ту агар дар байни под ҳамун чиз бошад, бояд ту бо шерони Аллоҳ бипайвандӣ, наҷот диҳӣ насли ояндаатаро. фардо бо сари баланд духтари ту бояд шавҳар кунад, на ин ки 40 кас бахшиш расаду бава бирояду кадом мусафеда гирад. бахшиш мепурсам. валлоҳи қасам ҳамеха шуда истодааст бародари алмаз. хомӯшии мо, анамин тарси мо, анамин дарбадари хокбасари мо ҳазорҳо километр дурем. онҷа ба худо нишонат, Аллоҳ нишонат, модару хоҳари тоҷикӣ, модару хоҳари мо шумо чӣ корҳо карда гаштанд, мо аз куҷо медонем? як рӯз меша шармандагӣ, тамом.
رحمانوف و اطرافیانش همون کوزمانی اونا شرمنده نمیشن، برای اینکه آنها ننگ و ناموس ندارن. اگر آنها ننگ و ناموس میداشتن، اگر آنها یک قطره خونی تاجیکی میداشتن یا خونی ازبکی یا خونی لقیه دیگر میداشتن، هیچگاه این کارها را اجازت نمیدادن که این مادر و این خواهر تاجیک به این روزا هم درسن. برادر عزیز، آنها نه لقیه هستن، لقیه ها آبروی دارن، ازبک ها آبروی دارن، کمتر ننگ و ناموس دارن تاجیکا. اونا هیچگاه این کار اجازه نمیدن. اینا من نمیدم اینا از کدام دین و از کدام ملت همه رسوا کردن اینا. و همین خاطر من آشکار در گپم جواب میدم که اینها همون زناشون لوبوونیک هم داشته باشد فخر میکنن. فهمیده؟ برای اینکه اینا ننگ و ناموس ندارن. برادر عزیز، راستش من 10 دقیقه پس نماز شام میشه دیگه بگیم که وای میکنم. انشالله به مردم چی گفتنیم؟ تشکر زیاد برادرایی که اینجا اشتراک کرده. یک نفر دیگه هست خیلی اونم قبول میکنه، بعد خداحافظی میکنه. 1 دقیقه برادر محمد تقویف. خب چنون دوستی شعر کو بیا. سلام علیکم. و علیکم السلام. بله برادر عزیز، کوتاهش بگیره آخری برنامه خداحافظی میکنیم. خب برادر با فیلم که نمیتونه بده. جنگ برادر نمیشه که الماس برادر اما عبدالله فیرود نکردی. برادر عزیز فیرودش کردم. کدام عبدالله؟ دور سرت بزا عبدالله گفت سراخ خرستم. یک عبدالله هستم، یک برادر همونه. خب دعوت کردیم نه چیکار بکنیم؟ هم برادر که رشته داره همون که هست. بله انشالله میبیان در آینده ها میبیان. من باوری دارم. من مردک خیلی مردکی چینه شاید با هم باشه. دعوت کردیم با فکرم که جاش مناسب نیست. انشالله که فرصت بشه. خب شعر یه بار دیگه اگر یگان چی بگوی صحبت کنین، غیر این صورت من آخری برنامه 8 minut بعد دیگه خداحافظی میکنم. خب بله سلام علیکم. و علیکم السلام. و همین پرزیدنت چویق شما تنقید میکنه چی کم بودی دوره؟ زنش شو دادن. زنش شو دادن. شما نمیبینی همین کم بودی و حکمت ها؟ این خیلی نگاه کنده این اما میخواد ممکن میخواد که تین شوانه که ممکن عقلش نمیرسه، سوادش نمیرسه. وقتی عقل سوادش نمیرسه باید بره و بچه خیش یک آدم عقلش میگرفتگی بیویه. خیلی برای شما میکشین شوخی کار میکنن مستحکم میکنن. خدا قسم رحمانوف در بهترین زندان در اسلوب خوب زندگی میکنه. خیلی که ما رنگ رحمانوف نامرد نیستیم که در زندان در روز یک بقلشکه آب بوده مردم. گوش کنید بخشش علمت برادر عزیز، سلام علیکم. گوش کنید هزاران تاجیک مرد مایلش بدسن رحمانوف نمورد. گفت شما همینه. هزاران تاجیک در زندان و در روسیه بالای پلاش هم میگیرین شما و 20 میلیارد تا قدر پول میگیرین بعد شما تقسیم میکنین اون مردک چیکار میکنه؟ اگه ما پلاش هم بگیریم شما میمونی. من وعده داده شدم که اگر مردم تاجیک یک جای بشیم رحمانوف بقپیم، من شما را گفتم که تا 18 ساله کودکاتون 500 سامانی میگیرن، معاشای بهترین میگیره، در تاجیکستان کارخانه میشوه، سویتون پستیه نمیشه. من چیزا گفته شدم. اگر نکردم همین کارها در همین 6 ماه تا 4 سال من همین کارها را نکردم، همین برنامه‌ای که گفته شدم همین چیزا عملی نکردم، من آماده ام که لبای خیلی در نزد قانون جواب بدم. بعد نمیشه و پولی اندک مندک نیست. 20 میلیارد اگر خودش داشته باشه، 20 میلیارد خیش تورش داشته باشه، 40 میلیارد هم میگیرید. شما تاجیکستانی ها حمد خورده میگرده اون مردک چیکار کنه؟ اون مردک خیلی خورد 30 سال که میره زندان یا که میره مهاجرت اونا
در روسیه چه که مردم دارن امروز عذاب میکشن، هم که عذاب کشیده دلش امرش میگرده. او به زودی نمیتیاد اونو اگر که همو دادنی هم باشه کو با همین دیدی که همو کی را غنی را 1 میلیارد داشتک عربستان گفت که کدومه که در 1 میلیون دلار زیاد گو بیایه من او را ابراد نمیتونم. آیا مردک 20 میلیارد خشت اور 40 میلیارد داشته باشه رای گجا شما گردونده گرفته میتونی. با کدام کارستان روان نمیدونیم برادر عزیز. طالبا پلی غنی را گرفته نمیتونن تا زیران. غنی را گردونده هم نمیتونن. یه دقیقه به عزت صدقه. ما همه اینمی دوامو برای همینه که رحمانوف نبره. اگر رحمانوف بره آرزوهای ما بگیم که به زمین یک بشوند. نه انشالله کدام قبرستان رود وای میبریم. من وعده میتم کدام قبرستان رود. ولی بشار اسد نبینید روی میکنه روسیه. فهمیدید؟ و یگان دولت اروپایی قبول نمیکنه رحمانوف. خیتای رود بدار میآویزن شا. فهمیدید؟ تنها بلاروسیا کارتوشکا جمع کرده میگردد اونجا کتی لوکاشنکو بر روسیه. نه که روسیه هم حکومتش تمام میشود. همین 1 سال 2 سال دیگر تمام. فهمیدید؟ تاتارستان عدل نمیشود. چچنستان جدا میشود. چی و یک ملت دیگر بود اونو؟ باشقریا جدا میشود. این روزا نزدیک است. فهمیدید؟ باید چی گفتنی هم که همین 9 مای هموطنان عزیز قید نگیرین تبریک هم نکنین اون کسا. برای چی؟ برای اون که اونا باباهای ما و شما چی کردن؟ استفاده بردن. فهمیدین؟ آنها قربانی شدن. آنها قربانی روس‌ها شدن بے فایده. فهمیدین؟ همین بود برادر الماس. خداحافظ میکنیم. با انشالله در آینده صحبت میکنیم. هموطنان عزیز در حق ما دعاگوی باشین. السلام علیکم. السلام علیکم. خب چینم داشتی؟ همون مردک بیجا شدی؟ یه بار دیگه بفرما آخر سخن تا بگو برادر عزیز. چه زمه خواهی بگو با خداحافظی میکنی. هم رحمان و تعریف کنی که بیسته نرود آش میتی چکورش منی. بفرما شعر بفرما. نوم تونه چقدر میمونه که بعد نوم تونه میگیرن دیگه نمیخونی. خب تمام خداحافظی میکنیم برادران عزیز. یک جهان تشکر. نفرهایی که اشتراک کرده در برنامه، کسانی که بگیم که لایک مونده ای سپس دیگه نومی لایک نمیگیریم. باور کنین امورا 700 چند نفر داره تماشا میکنه. متاسفانه ما 200 دانه لایک نکردیم. چخیل من بگیم که برنامه را ادامه بدیم. من برنامه خدمت دارم. اگر بینم که 50-60% مردم من دستگیری داره بگیم که یک برنامه طولانی تر میکنیم. یک بگیم که با مردم هم صحبت میشیم سر یک مسئله تیزتر میوییم. نه که وقتی که میبینیم 700 چند نفر تماشا داره ما 200 دانه لایک نمیتونیم کرده دیگه هم 2 ساعت برنامه کافی است برادر عزیز. خب برادران گرامی قدر چی گفتنیم؟ بازم دعوت میکنیم که برادران عزیز به طرف نباشه، فعال باشه. رقم تلفن ما در بگوش استرکه هست. آبونه شدن برادران عزیز فراموش نکنید. همون بگیم که فکر نظرات و از زیر نوار بنویسید. تا برنامه های دیگه سلام علیکم. خدا نگهبان.